قیومزاده ابو مسلم از دسته دوشنبه دو به مرحله فینالی راه یافتند. گروهی بی رقابت‌ها کریموف در مرحله نیمه نهایی قرار دارد، با باقیف هنرنمایی خواهد کرد و همچنین لطیفوف سوربان، اونه که در مسابقات قهرمانی سامبو جهان جایزه دار است، در مقابل رحمت اللهیف قرار میگیرد. در گروه ای رقابت ها در وزن 75 کیلوگرم رمضانوف میرزا جمیل، اونه که درخشان ظاهر شد، در برابر عمر رسولوف قرار میگیرد. خلیل زاده باشد در برابر کمالوف هنرنمایی خواهد کرد. شاهروخ کمالوف از دسته خطلان دو. اما فعلا رقابت ها شروع میگردند دوستان. از تصویر گرافیکی همونطور که میبینیم دوستان، رقابت ها به چی طرز مشخص شدند. پهلوانانی که به مراحل بعدی رقابت ها را خط گرفتند. فعلا دو چهره که به صحنه رقابت میبرایند در وزن 65 کیلوگرم. عارف دادوف روی تصویر نزدیک بود و حریف او خیراندیش مرادزاده از دسته خطلان دو از شهر کولاب برای برآمدن به مرحله نیمه نهایی تلاش میکنند. امروز هم در گویم یکی از بخش های مهم، یکی از رکن های گویم بسیار مهمی گشتین ملی گشتینگیری، این هم لباس مخصوص ورزشی است که از جانب دستاندرکاران مسابقات، از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، همچنین فدراسیون گشتینگیری تاجیکستان، ببینید که چه لباس زیبا به بر کردند ورزشگران. و همچنین این رکن مهم که یکی از گویم قدم های جدید خواهد بود برای در عرصه جهانی گویم برآمدن گشتین ملی ما، گویم گام استوار خواهد برداشت و رقابت پس از چند لحظه شروع می شود دوستان عزیز. همانطور که ما دیروز هم مشاهده کردیم از جانب داوران عدالت بسیار در سطح عالی رعایت میشد بدون یگان طرفگیری. بار دیگر معرفی میشوند دو ورزشگر که در مرحله چهار یک نهایی قرار دارند. عارف دادوف، آن چهره ناماشنای گشتین ملی تاجیک از دسته دوشنبه دو در برابر مرادزاده قرار میگیرد. مرادزاده از شهر کولاب از دسته خطلان دو نام نویس شده است. رقابت آغاز می شود. در همان لحظه اول ببینید یک اصول با پای ضربه زدن، عارف دادوف را از پای درفتاند. به همین ترتیب عارف دادوف یک امتیاز، اگرچه امتیاز کوچک بود، امتیاز ناکامل بود، ولی به هر حال در صورت انجام پذیرفتن 5 دقیقه مقرری طبق نظامنامه جدید گشتین ملی، یعنی ورزشگری که اجرای اصول کرد خود را همچون ورزشگری فعال نشان داد، امید تواند که غالب دانسته شود. در جست دوم کوشش نوبتی ورزشگران را ببینیم. همچنین خیراندیش مرادزاده همان طرف دوست داشته خود، آن قسمتی که برای او مناسب است، در همان لحظه دریافت یا گرفتن اما چنگ خود بسیار موافق بود، ولی عارف دادوف نیز یک ضد حمله بسیار با مورد کرد. به همین ترتیب رقابت تا این جای کار بر سود ورزشگر مرادزاده در حال جریان هست. ببینید هر دو ورزشگر نیز در همان حالت ورزشی یا با تعبیر دیگر فرمی ایدئالی خوب قرار دارند. بار دیگر موقع گرفتن همان قپیدن که در گشتین ملی ما یکی از گویم جزئیات یا رکنهای مهم همین قپیدن است. اگر قپیدن موافق باشد و بعدا اجرای اصولهای مورد نظر نیز بسیار جذاب و دیدنی رقم میخورند. عارف دادوف نیز در همین مرحله مساعد قرار داشت. از قسمت بالا، از سمت پشت
یک تکی حریف مایل چنگ انداختن دارند. موفق می شود همان فنون معمولی داخلی پای و به نتیجه. فرصت هست، فرصت خیلی زیاد هست تا انجام وقتی اساسی می توانند ورزشگران از چندین امکان دیگر بهره‌مند شوند. و فعلا اکنون ببینیم عارف دادوف باز هم به همون سمتی برایش مناسب به سمت چپ مسافه نزدیک می شود برای پرتاب کردن. عارف دادوف از اصول کمری یا به تعبیر باباهای ما از همان اصول سری سیوجی میخواست استفاده کند ولی موفق نشد. عارف دادوف این دست پروری اوبیدوف است و یک اصول بسیار زیبا و جذابی حلوکی بین پای عارف دادوف پهلو میگیرد. امتیازی که نسبت به امتیازی حریفش یعنی خیراندش مرادزاده امتیازی ارزنده تر هست. یک پهلو جواب بود به همان امتیازی بدن حریف. عارف دادوف در حال درخشندگی هست در برابر حریفی که نسبت به او در لحظه های اول از لحاظ گرفتن و تکنیکای پای های بسیار و باز یک عمل کرده برای جواب گردانیدن و باز زیدی حمله، اما داور امری من یا ایستاد را داد. داوری مرکز داوری درجه جمهوریوی فیض‌الله حبیب‌الله‌یوف بار دیگر با دقت هر یک حرکت ورزشگران را در مد نظر میگیرد. و مخلصان از کنار یا از همان سالن برگزاری از خود همان نشستنگاهی که در مؤسسه دولتی نوروزگاه است با ورزشگرانی که تشویقشان میکنند به خاطر هنر آنها آمدند صدا بلند میکنند، از همانجا توصیه و پیشنهاد میدهند. و این از چی درک میدهد؟ از آن که گوشتین ملی گوشتینگیری، این گوشتین سنتی نیاگانی ما واقعا میان مردم یک محبوبیت خاص دارد و همان حلوکی معمولی مراتب دیگر اجرا می شود. پهلو حلال عارف دادوف به همین ترتیب قبل از انجام وقتی اساسی غالبیت به دست خواهد آورد. اگر اما برتری از لحاظ آنه که موافق نظامنامه 2-1 است غالب مشخص نمی شود. اگر یک پهلوی دیگر پرتاب کند عارف دادوف پس او غالب خواهد شد، چون که حریف او نیز یک پهلو دارد. در صورت انجام یافتن وقت اساسی می تواند پیروز شود. اما در حالی که 2-1 است عارف دادوف باز همان فنون پرتابی بالای شانه را در مد نظر گرفت. یکی از جذابترین و بسیار دوست داشته ترین اصول های مورد نظر پهلوانان همین پرتاب بالای شانه هست. برای جواب گردانیدن به یک پهلوی دیگر خیراندش مرادزاده مایل اجرا کردن باز همان فنون سراپا را میکند ولی موفق نمیشه، چون عارف دادوف این ورزشگری که بارها در همین صحنه رقابت ها شاهد پیروزی چشیده است، چند مرتبه با گرفتن جام پایتخت در آستانه تجلیل جشن نوروز بین المللی گردیده است. همین ترتیب اشتراکی خوب نیز داشت در چندین مسابقه های بین المللی و از همین لحاظ تجربه او نسبت به حریفش
زیادتر هست. باز برای مرحله قپیدن موافق خیراندیش مرادزاده امکان دارد و زیدی حمله میکند عارف دادوف. با همان منصوبه های غیر انتظاره دقیقه آخر قوازمایی زیدی حمله، باز همان پایزنی و یک مراتبه دیگر همان هلوکی معمولی داخلی، ولی چیزی نبود چون هر دو ورزشگر نیز به یک طریق به یک شیوه به بالای زمین افتیدند. عارف دادوف از لحاظ اجرای فنون پرتابی نسبت به حریفش برتر هست. ببینید با چی شکل و شیوه و با چی نحوه فنون پرتابی در حال اجرای اصولهای جذاب و دیدنی هست. دقیقه آخر قوازمایی هم به قسمت پایان خود نزدیک می شود. عارف دادوف باشد با دو پهلو و حریف او یک پهلو. تا این جای رقابت پیش صف عارف دادوف هست. باز همان سمت چپ اصول معمولی و بالاخره توانست. این سیومین پهلوی بود که با همان فنون داخلی پا عارف دادوف شور و شوق مخلصان را در مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت برانگیخت. ببینید صدرالدین عابدوف آن مربی که در به کمال رسانیدن عارف دادوف زحمت کشیده است. صدرالدین عابدوف مربی که برای به کمال رسانیدن چمپیون های جهان موفق شده است. بعد از 42 سال چمپیونی جهان پهلوان سعیدالدین رحیموف، بهروز خواجه‌زاده شاگرد صدرالدین عابدوف بود که آن نتیجه را تکرار کرد. نوارهای سوس کرده شده را از زاویه های گوناگون تماشا کنیم دوستان. با چه شکل و با چه نحوه گرفتن همان فنون. ببینید همان فنون تکنیکی پای با داخل پای در همین گویم تناسب غالبیتی عارف دادوف نقشی موثر بازید. ببینید مخلصان خیلی پرشور و هیجان هستند برای دستگیری ورزشگران و امروز هم در فضای صلح و ثبات و امن و آسایش تاجیکستان صاحب استقلال هزاران پیروان و تشویقگران گشتین ملی در مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت جمع آمدند تا شاهد درخشندگی پهلوانان باشند. و امروز با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و همچنین فدراسیون ملی گشتینگیری جمهوری تاجیکستان است، این رقابت ها در سطح بسیار بلند دایر میگردند. امروز 4 شاه جایزه، 4 اتومبیل یا اتوماشین سبکرو برای غالبانی که در 4 وزن غالب میشوند مقرر شده است. روی تصویر گرافیکی دوستان عزیز همانطور که میبینیم در گروه های وزنی تا 90 و 90 کیلوگرم کدام ورزشگران یعنی رقابت رو ادامه خواهند داد در مرحله 4 نهایی رقابت ها. و میگذاریم دوستان به رقابت نوبتی ورزشگران وزنشان تا 65 کیلوگرم و جایی که علی جان سفرعلیف با لباس های سفید است، این حریف او باشد. ابو مسلم قیومزاده از سمت راست تصویرهای ما ابو مسلم قیومزاده ورزشگری که اولین اشتراکش را در صحنه های رقابت بین المللی در مسابقات تقویمی فدراسیون جهانی جودو ما هم در گرند اسلم تشکند مشاهده کرده بودیم. اگرچه هنر خوب بود ولی با سبب بعض شکستن مقررات نتوانست که مرحله های اول رو پشت سر کنه در گرند اسلم تشکند. ولی امروز در مسابقات گشتین ملی به نظر می رسد که در حال طلوع است، رشد میکند و امروز حریف قامت بلند دارد در برابر ورزشگران قامت بلند. ورزشگران قامتشان نسبتا پستر بیشتر از فنون پرتابی سر و پا استفاده میکنند. از بله و هر دو همین ورزشگران که ما هنر آنها را تماشا کرده ایستاده ایم دوستان، هر دوی آنها در گرند اسلم تشکند اشتراک داشتند.
و هر دو هم در همان مرحله اولی رقابت ها حذف شده بودند. علیجان سفرعلیف از دسته دوشنبه یک و قیومزاده ابو مسلم از دسته دوشنبه دو ورزشگری که از همدیگر شناخت خوب دارند، چون در مسابقات قهرمانی جودوی تاجیکستان نیز برابری همدیگر یا روی همدیگر بارها واخوردند. از همین لحاظ شناخت خوب نسبت به همدیگر دارند و در جست نوبتی همان حلقه معمولی باز با فنون پای این علی جان سفرعلیف بود که باز به سمت چپ اجرای فن کرد یا اصول اجرا کرد ولی موفق نشد. در جست نوبتی اکنون تماشا میکنیم. قیومزاده بعد از اشتراک در مسابقات گرند اسلم جودوی تاشکند به نظر می رسد که در فرم بسیار خوب قرار دارد یا همون حالت ورزشیش بسیار خوب هست. اما داور مرکز حبیب الله فیض‌الله دستوری دیگر بار شروع رقابت را داد، در حال حمله کردن است. علی جان و حلال ببینید به چی شکل و شیوه به یک پرتاب بسیار جذاب و ببینید شادی او را هم حد و کنار نیست. به چی شکل به چی جلال همان پرتاب خود را نشان داد. همان لحظه های تکرار یا نوارهای سوس کرده شده را یک بار دیگر ببینیم، چون داوران فوراً اینجا حلال یا امتیازی کامل بها گذاری کردم. بار دیگر از زاویه های گوناگون نوارهای سوس کرده شده را ببینیم. همان فنون داخلی پای اجرا شد و گمان میکنم در گشتین جودو اگر همین روش استفاده شود این بدون شک همون امتیازی درجه عالی یا همون ایپان هست در ما حلال. همین ترتیب به مرحله نیمه نهایی علی جان سفرعلیف راه یافت. رقابت نوبتی ورزشگران وزنشان تا 65 کیلوگرم دوستان عزیز در دور 4 نهایی در گروه بی رقابت ها شروع می شود، جایی که این ورزشگر با لباس های سفید مسلم بک کریموف در برابر ابوبکر باقیوف قرار می گیرد. دو چهره که دیروز هم در مرحله مقدماتی هنر شایسته نشان دادند با استعداد بلند گوشتنگیری. ابوبکر باقیوف از دسته خطلان هست و مسلم بک کریموف باشد اون نیز از دسته خطلان یک. رقابت شروع می شود با اجازه دستور داور مرکز سمندر محمدی، داور درجه جمهوریوی از شهر و نواحی تابع مرکز این قوازمایی را داوری خواهد کرد. لحظه اول گرفتن را ببینیم. هر دو نیز برای کندن همان دستی حریف یا چنگ حریف کوشش میکنند تا همان مرحله گرفتن خوب را برای خود مهیا سازند تا توانند حریف را با همان اصول های معمول با همان فنون پرتابه سراپا مغلوب کنند. با جفت دستان از یک سمت گرفتن ابوبکر باقیوف به نظر می رسید که او نخستین شده اجرای فن کند یا اصول، اما نتوانست تا به لحظه پایانی برد. تا به لحظه آخر نتوانست همان اصول مورد نظرش را اجرا کند. در نوبت بعدی اگرچه مسلم بک کریموف
نسبتاً قامتش پستر است. ببینید پرتاب بالای شانه را به همین شیوه اجرا میکند. یعنی نخستین شده اقدام میگیرد برای اجرای فن. این هم میتواند برای فعال نشان دادن او در برابر حریفش مساعدت کند و ببینید چی سرعتی بالای نشان میدهد، در حالی که برای گرفتن همان چنگ اول چندان موفق نباشد هم، ولی اجرای اصول را نخستین شده با سرعت بلند به انجام میرساند. و یک زیل یا یک رنگ قپیده ایستادن نیز این خلاف قاعده ها خواهد بود، چون که داوران مجبور میشن در مورد کم فعال بودن یکی از ورزشکاران قضاوت کنند. دستور نوبتی گیرید داور برای ادامه یافتن رقابت. باز هم نخستین شده از اصول های همان پرتابی سراپا این مسلم بک استفاده میکند. نزدیک میشود حریفش و نزدیک شدن او باعث به یک برهم در همی میشود. در رقابت های دیروزه مسلم بک کریموف در دور دوم بر یکی از ورزشکاران شناخته یعقوب جان باقیوف پیروز شد. یعقوب جان باقیوف که در چندین مرحله های رقابت مسابقات جهانی اشتراک کرده بود، ولی در برابر این ورزشکار شکست خورد و یک مسابقات واقعا مشکل گذاره پشت سر کرده بودند. رقابت ادامه می‌یابد دوستان. دست چپ به قسمت راستی گریبان حریف به نتیجه بود، چون حریف نیز به خاطر فرار از اصول حریف یک عمل کردی اگرچه دروغین هم بود ولی به پایان رسانید. مسلم بک از لحاظ دانستن روش و همون شیوه های دفاع و حرکات دروغین نیز نسبت به حریف به نظر می رسد که آموزشی بیشتر گرفته است. بار دیگر به سمت چپ مایل اجرا کردن اصول از سوی باقیوف، ولی نگذاشتن عمل او از جانب کریموف، یعنی ضد حمله و یک تکنیک دفاعی بسیار خوب دارد در برابر حریف مسلم به کریموف. اما به نظر می رسد که قوه و توان بیشتر برای اجرا کردن چند فن در لحظه های اول اجرا کرد و اگرچه ثمربار نبود عمل کرده او، با وجود این یعنی به خستگی او میتوان گفت که سبب شد. رقابت ادامه می‌یابد. باز هم به سمت راست اجرای اصول یا فن میکند و اما به سمت چپ میگذرد. ببینید این هم یکی از منصوبه های فریبنده به شمار می رود. یکی از همون فنونی به خاطر در دام افتاندن حریف در بند حله خود یا همون فریب خود وقت به انجام می رسد در این رقابت دوستان. و موافق نظامنامه 3 دقیقه دیگر ورزشگران امکان دارند 3 دقیقه دیگر رقابت کنند در برابر همدیگر و در این 3 دقیقه هر یک حرکات این ورزشگران به نوبت گرفته می شود. در صورتی
اگر یکم سستی کردن یا فارغ بالی کردن در برابر اجرای اصول های حریف، این هم به نوبت گرفته خواهد شد از جانب داوران. و از دیروزی رقابت ها تا امروز واقعا میتوان خلاصه کرد و مشاهده هم کردیم که داوران در بخش عدالت بسیار عادلانه و بدون طرفگیری ورزشگران رقابت ها را داوری کردند. و زیدی حمله پهلو در دقیقه های ایلاوگی این باقیف ابوبکر بود، چون این عملکرد در همون دقیقه های اضافی بود، در دقیقه های اضافی که در جودو گلدن سکا میگویند، در ما همون امتیازی طلایی یا دقیقه های طلایی به شمار می رود. همین ترتیب ببینید 3 دقیقه که جدا شده بود، در همون دقیقه اولش حدود 20 ثانیه برای ابوبکر باقیف فرصت لازم شد تا تواند از همون زیدی حمله کار بگیرد. ببینید از پرتاب بالای شانه حریف به ثمر زیدی حمله رو به کار برد و این باعث به آن گردید که حریف رو به این ترتیب با یک عکس العمل دیدنی از پای در افتاند و به صفت غالب به مرحله بعدی رقابت ها راه خط بگیرد. به دور 4 یک نهایی راه خط گرفت. پهلوانان دیگر به صحنه رقابت میبرند. در گروه بی رقابت ها در وزن 65 کیلوگرم دوستان عزیز باز چهره های آشنا به صحنه رقابت میبرند و امروز به تعبیر نبرد ستارگان خواهد بود، چون ستاره های درخشان گوشتین سنتی تاجیکی در صحنه رقابت داخلی جمهوریوی به میدان میبرند و مسابقه جمهوریوی آید به گوشتینگیری برای دریافت جام پایتخت نیز برای آنها آغاز بخش فصل در گوشتین های ملی خواهد بود. دو ورزشگر که همکنون با همدیگر رقابت میکنند، شناخت خوب دارند در برای همدیگر. سوربان لطیپوف با لباس های سفید است، حریف او باشد رحمت الله فردوس شاه. هر دو از دسته ختلان هستند. سوربان لطیپوف از شهر کولاب دو مرتبه در مسابقات قهرمانی سامبو جهان در بخش سامبو رسمی سوربان لطیپوف جایزه دار هست، مدال برنجی دارد. یعنی تجربه اشتراکش در مسابقه های بین المللی نسبت به حریفش خیلی زیاد است. حریف او بیشتر در همین رقابت های داخل جمهوریوی صیقل مهارت کرده است. یکی از چهره های نو به شمار می رود. ببینیم در مرحله گرفتن هر دو نیز به نظر می رسد که چندان موفقیت آمیز نباشد هنرشان، اما اجرای فن، چون سوربان لطیپوف برای پرتاب کردن به سمت چپ کوشش میکند ولی موفق نمی شود. سوربان لطیپوف در جست اول موفق نشد برای اجرای اصول. هنوز موقع یا همون گرفتن ویژه یا همون قپیدن که یکی از بخش های مهم است، ببینید موفقیت آمیز به نظر نمی رسد. سوربان لطیپوف سمت پرتاب کردن رو به طرف راست اختیار کرده است، اما هنوز هم احساس ترس در وجود او به نظر می رسد. اجرای فن نمی کند. ببینید دقیقه اول رقابت پشت سر می گردد به یک طریق یا به یک شیوه قپیدن ایستادن، اصول را اجرا نکردن باعث به آن می گردد که داور مرکز به او آگاهی بدهد. یک مرتبه آگاهی در مرتبه دوم به تنبیه تبدیل می شود که در نهایت برای
مغلوب شدن یکی از ورزشگرانی که بسیارتر آگاهی و تنبیه میگیرد سبب خواهد شد. هر دو هم بسیار جهد و تلاش میکنند تا از اجرای اصول یا همون فنون پرتابی کار بگیرند، ولی باز همون حالت اوله تبدیل می شود، همون تکرار می شود حالت اوله و نخستین شده رحمت اللهیف برای یک اصول پیشپای حریف ضربه زدن رو مورد استفاده قرار داد ولی موفق نشد. سوربان لطیفوف باز اکنون به سمت چپ. و بالاخره موفق می شود برای اجرای فن کردن سوربان، ولی دستی راستش که قسمت چپی حریف رو اداره می کرد چندان به مورد نبود. بار دیگر پرتاب بالای شانه به همان سمتی که در مد نظر داشت سوربان لطیفوف، ولی موفق نشد. شور شوق مخلصان هم برای دستگیری مخلصان خیلی زیاد هست. از همه راهبران دسته‌ها خواهش میکنیم که دسته‌های خود را برای مراسم گشاده شوی مسابقه آماده سازند. و به همین ترتیب آگاهی از نظر داشتن آگاهی نتیجه برابر است. داور مرکز به هر دو یک آگاهی داد. اکنون نتیجه گرفتن دیگر می شود. سرعت را هر دو ورزشگر نیز افزایش می دهند و یادآور می شویم دوستان عزیز که رقابت ها در دو گلیم یا در دو گوشه همین میدان ادامه دارند. دوستان شما طریق شبکه های تلویزیونی ورزش و فوتبال می توانید این رقابت ها را مستقیما تماشا کنید، چون این رقابت ها واقعا یکی از رویدادهای مهم برای دوستداران گشتین ملی خواهد بود. از این رو ببینید امروز همان نشستگاه نوروزگاه مالامال از مخلصان هست. همه به صبرانه در انتظار پهلوانان نامی و اجرای بند و اصولهای فاخر پهلوانان در این صحنه رقابت ها هستند. سوربان لطیفوف برای اجرای یک اصول دیگر به سمت چپ، ولی آستین حریف را با جفت دستان نچندان موافق و محکم قپیده بود. تغییری همون سمت پرتاب کردن رو در مد نظر میگیرد سوربان، ولی به نظر میرسد که چندان موفق نباشد. در همون لحظه اولی اجرای اصول اقدام رو بسیار خوب میگیرند، اما در عین به سامان رسانیدن همون اصول مورد نظرشون توقف دیده می شود. از همین لحاظ نمی توانند اصول مورد نظر اکنون برداشته زدن. برای رحمت الله فردوس‌شاه موافق بود، اما تا آخر نیز نتوانست این اصول را استفاده کند. اصول برداشته به سمت مقابل زدن حریف یکی از اصول های جذاب و دیدنی هست. 2 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است و رقابت ادامه دارد. فرصت هست، پرتابی بالای شانه پهلو سوربان لطیف و بالاخره همان لحظه که منتظرش بود در رسید و به همین ترتیب در لحظه دقیقه های اضافی بود دوستان عزیز. همین
امتیاز که رقم خورد سوربان لطیفوف. یک پهلو. این اگرچه امتیازی ناکامل باشد ولی اجرای فن و بند و اصول ها بسیار بامورد بود. از صحنه های تکرار یا نوارهای سوس کرده شده با هم خواهیم دید که سوربان لطیفوف چگونه موفق شد از سمت راست گریبان حریف با جفت دستان بسیار محکم داشت. ببینید این همان لحظه که همون قپیدن یا گرفتن بسیار موافق بود. یک دو زدنی چنگ با گریبان حریف، بعداً در آمدن با پای به سمت پای های حریف و اصول پرتابی بالای شانه بسیار به مورد استفاده شد و سوربان لطیفوف شور و شوق مخلصان را برانگیخت. آبی پیریخی تراو
اینجا. نوروز زیدیدار شمایند، مبارک نوروز بماند که ایام شمایید. ایام شکوه و جلال و سنت‌های نوروزی در مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت دوستان عزیز ادامه دارند. ما امروز شاهد درخشندگی پهلوانان در 4 وزن رقابت ها هستیم که در هر بخش وزن ها شاه جایزه مقرر شده است از سوی دستاندرکاران این مسابقات با نفوذ جمهوریوی. و روی تصویر گرافیکی رقابت ورزشگران در وزن تا 90 کیلوگرم با هم تماشا میکنیم دوستان عزیز. کرامت الله حکیموف اون ورزشگری که در دیروزی رقابت ها خیلی خوش درخشیده بود در مقابل همراز رجبوف قرار میگیرد. همچنین امیر جان نسیم جان از دسته خطلاندو در برابر سعیدوف سعید جلال، چهره های آشنا. و همچنین در گروه بی رقابت ها مجیدوف جهانگیر یکی از ورزشگران نامآفر تاجیک، ناماشنای تاجیک در برابر علموف خسرو قرار میگیرد از شهر و نواحی تابع جمهور و کامرانشاه استاپریان در برابر حق نظر نظروف. ورزشگرانی که از همدیگر شناخت خوب دارند آنها امروز به صحنه رقابت میبرند. فعلا در گلیم رقم دوم خورشید مجیدوف در برابر تیمور نظروف یکی از رقابت های جذاب و دیدنی خواهد شد که از شبکه تلویزیونی ورزش هواداران گوشتین ملی می توانند رقابت تیمور رحیموف و خورشید مجیدوف را با هم تماشا کنند. اما ما رقابت ورزشگران را دوستان در وزن تا 90 کیلو با هم تماشا خواهیم کرد. در وزن تا 90 کیلوگرم نیز خورشید با تیمور رحیموف آغاز می‌یابد. پیراهن سبز تیمور، پیراهن سفید خورشید مجیدوف. برای مقام سوم مبارزه برده بود در نماد گشتن جدا. حالا اکنون مبارزه خورشید با تیمور رحیموف آغاز می‌یابد. پیراهن سبز تیمور، پیراهن سفید خورشید مجیدوف. آقای عباس در نزد گلیم نشسته است. خورشید را مصلحت می‌دهد. پدر تیمور رحیموف در اونجا نشسته. از جانب اسکندر شریپوف داوری درجه جمهوریوی از ناحیه رشت در اینجا در مرکز قرار گرفته است و حالا این نبرد را نظارت دارد. ببینید تیمور رحیموف قد بلند دارد. خورشید سمت دیگر را پیش گرفته است و نبرد آغاز شده است از جانب خورشید. کمی مشکلی حرکت خورشید مجیدوف و تیمور رحیموف کنار برود. حالا خورشید پیوسته وجود میتواند تیمور باشد. از بالا گوشتین میگیرد. گوشتین یکدیگر را داشتند. تیمور رحیموف نیست بسیار قوت داشته است. خورشید در مقابل بسیار قوی ایستاده است. هر دو رومان گوشتین میگیرند. ببینید در اینجا عطا عباس برای خورشید میگوید فعال باشد، باید فعال باشد. عطا عباس اشاره دارد که خورشید مجیدوف فعال باش. تیمور رحیموف آرامانه پنجه دست چپ. خورشید حالا فاصله را نزدیکتر میکند. تیمور قد بلندتر دارد، خورشید قدش پستر میایستد. تیمور اکنون داشته است و حالت بسیار هم نزدیک. خورشید مجیدوف شاید سر کتف رو هم به کار برد. سمت چپ میگیرد. ببینید نشستن خورشید مجیدوف اما قوت نمیرسد. داوری رشتی اکنون گوشتین گیرد میگوید. حالا باز میگه استدلال تیمور رحیموف انگشت اکنون انگشت بند میگیرد. با داوری مرکز میدهد و برای گوشتین گرفتن آرامانه نظر دارد. خورشید مجیدوف نیست انگشت بند میکشاید. منتظر است تا
هر دو پهلوان با هم نزدیکتر، فاصله نزدیکتر بیان. خورشید مجید فالو دوباره در این انگشت رو کشاده میکند. تیمور رحیموف باشد آرامانه به سمت او نظر دارد. گیرید وقت به نظر گرفته شده است. 5 دقیقه اساسی در گشتینی ملی تاجیکی گشتینگیری بعدا در حالت اگر معاینه نشدنی غالب پس 3 دقیقه دیگر الهوگی است. این طلبات قاعده های گشتینی ملی. تیمور رحیموف خورشید نه کمی قوای خورشید برای تیمور رحیموف قد بلند شد. تیمور خورشید هر دو هم پهلوانانی امید بخش تاجیکند. دوباره هر دو هم سری رو برای هم دیگر میان. بسیار یک حرکت های جذاب هر دو گشتین میگیرند. تیمور رحیموف سمت دیگر را پیش گرفته است. خورشید نمیخواهد دست چپی خود را برای تیمور دهد، برعکس حال از دست راستی تیمور طریق دست چپ میدارد. استینی دست راستی تیمور رحیموف قواش زیادتر و هر لحظه کوشش میکند که دست خورشید را از بدن خود دور کند، حتی از گریبان خود. ببینید فقط حالا دست و پنجه برای گریبان یکدیگر داشتن است. دوباره تیمور رحیموف خورشید اوسیلای دور کرد. بعدم برای تیمور رحیموف میدهد داور مرکز. اولین بدن را تیمور رحیموف کار میکند. نوبتی دیگر حالتی چسبیدن طریق دست راست. جهانگیر خورشید مجیدوف. تیمور سمتی چپ میگذارد. ببینید انگشت بندها در اینجا رها میشوند. اکنون تیمور موقع خود را مستحکم نگاه میدارد طریق از سمت چپ. خورشید نابسته با قد پستر کوشش میکند که گریبان تیمور رحیموف رو دریافت کند. تیمور نمیدهد گریبان خود به خورشید، دست میکند، آستین میکند. هر دو هم از هم جدا میشوند. حتی عباس صدا میکند برای خورشید مجیدوف. اما که تیمور رحیموف به حیث مربی تیمور را همراهی میکند. بسیار حرکت اول. حتی ببینید که مبارزه میان این دو پهلوان است و هم امک و هم عطا عباس مربیان این پهلوانان بسیار در حالت بسیار پر هیجان قرار دارند. هر دو با سمت یکدیگر گویا آنها هم گشتین میگرفته باشند. تیمور رحیموف نزدیک میشود، گریبان میدارد برای هجوم کردن. اولین ببینید حرکت های جذاب، حالا آرامی است. اکنون تیمور رقیب را میخواهد که کشول داده به نزد خود دارد. خورشید نمیدهد. یک قوه بزرگی هر دو پهلوان در وزن جمع 90 کیلو خیلی خوب احساس میشد. این دو پهلوان امید بخش تاجیک هستند. هر دو در نمود گشتین جدا دستاوردهای بلند ورزش دارند. خورشید مجیدوف قهرمانی جهانی جوانان را با نشانی برنجی جام بست کرده است. تیمور رحیموف آستین دست چپی خورشید را داشته رها نمیکند. خورشید باشد در فاصله کمی دورتر ایستاده است. وقت به انجام میرسد. حالا قرار داوران درباره این رقابت. یک بدن تیمور رحیموف را به دوره می بدن میبرد. یک بدن تیمور رحیموف را در قسمتی نیمه نهایی برده است. حالا اکنون باز دیدار خیلی هم جذاب. فردوس نسیموف یک تگی
سفید با بر کرده است. حالاتی تکرار رو میبینیم. بعد با وارد شوی فردوس نسیموف بر مقابل شاروخ امیرخانوف میشود. دو پهلوانی که یکدیگر را خوب رقابت برمیگردد یا نه وقت نشان خواهد داد. با صحنه رقابت برمیگردد کرامت الله حکیموف. و از لحاظ آنه که کرامت الله با داشتن چند نشان فعال یا اکتیو بودن میتواند در برابر همروز در صورتی که همروز اجرای فن نکند غالبیت به دست بیارد. اما وقت نشان خواهد داد چی خواهد شد. تا انجام وقت اساسی هم ثانیه های پایانی وقت است. و هر یک لحظه هر یک فرصت را غنیمت باید دانست برای آنکه واقعا هر فرصت بسیار قیمت خواهد بود به این شکل. اما بعداً این روش ببینید به چه شکل صورت گرفت. بدن دادن به همروز رجبوف. گمان میکنم اجرای اصول در اینجا قریب که صورت نگرفت، یعنی تماما اجرای اصول نبود ولی داوران بدن دادن. یک بدن میتواند در تناسب غالبیت نقشی مؤثر بازی کند و وقت به انجام میرسد. ببینید همانطور که گفتم ثانیه های پایانی وقت اساسی. نقش خواهند بازید به همین ترتیب. همروز رجبوف با یک بدن غالبیت به دست میارد. در نوارهای سوس کرده شده ببینیم اجرای اصول نبود، فقط با تکنیکای دستان یک کم حریف رو کشیده. ببینید از کمربند حریف کشید و حریف رو ببینید اینجا هیچ اجرای اصول به نظر نمی رسید از سوی همروز رجبوف، ولی موافق ترتیبات یا نظامنامه این گونه حرکات که برای فعال بودن ورزشگر هست می تواند که برتری داشته باشد. باز چهره های آشنا به صحنه رقابت برمیگردند. دوستان عزیز ما باز هنرنمایی ورزشگران ناماشنای تاجیک را با هم تماشا خواهیم کرد. امیرجان نسیمجان این دستپروری گویم گشتین شهر کلاب هست و فعلا در تالار ورزشی کانی گورد تمرین میکند. از دسته خطلان دو نامنویس شده است. ورزشگر جوان و امیدبخش. دیروز او در برابر اکمل مرادوف پیروز شد با اجرای فنون پرتابی. امروز در برابر سعید جلال سعیدوف قرار میگیرد. سعید جلال سعیدوف که به صفت غالب چندین کاراته مسابقه های داخل جمهوری و طرفداران گشتین ملی خیلی آشنا هست. از همین لحاظ ورزشگران خوب میدانند او را. با ترک کردن نوک انگشتان خود با زبان یک اصول ویژه‌ای که برای دریافت همان گریبان حریف و محکم گرفتن او خود را در لحظه های اول وانمود میکند و بعدا اجرای اصول بیشتر با اصول های پرتابی یا پایزنی معروف است. اما اگر بتواند همان را در برابر نسیم جان اگر با کار برد، ولی نسیم جان هم دیروز اثبات کرد که در برابر پهلوانان با تجربه اجرای اصول و فن میکند. بار دیگر ببینید با سببی از میدان برآمدن سعید جلال سعیدوف یک آگاهی میگیرد. نسیم جان، امیرجان نسیم جان در حال
جویا شدن همون موقعیتی گرفتن از سمت راست و جفت گریبان حریف با هر دو دست جویا می شود. اما اجرای فن یا همان اصول چندان به مورد به نظر نمی رسد، ولی به هر حال می کند و یک پرتاب پهلو رو بدن گفتند داوران اینجا حق دارند. اجرای فن از سوی امیرجان نسیم جان واقعا حلالش بود. ورزشگری که در برابر چهره های سرشناس و ورزشگری که در برابر چهره های ناماشنا با این روحیه واقعا پیروزمندانه و با اجرای فنون پرتابی درخشان ظاهر شد. در سال گذشته سعید جلال هم بسیار ورزشگر شایسته تحسین بود در همین رقابت ها که با وجودی یعنی لحظه های اول امکان پرتاب کردن به حریفان دادن، ولی خود او اجرای فن میکرد در لحظه های بعدی. ولی خواهیم دید چی خواهد شد برای برآمدن از دور رقابت. شاید نه، چیزی نبود. رقابت ادامه می‌یابد. سعید جلال در برای جویا شدن سمت راست گریبان حریف یک مرتبه دیگر اجرای فن از سوی امیر جان، ولی تا به آخر نرساند. نصف دقیقه های معمولی پشت سر می شوند. امیر جان نسیم جان قریب بود که یک امتیاز بدهد تا نتیجه برابر شود، اما آگاهی با سبب کمکاری باشد به امیر جان نسیم جان. فعلا بار دیگر برای اکنون با اصول پایزنی سعید جلال، اما زیدی حمله ها را ببینید. همان اصول معمول پایزنی که سعید جلال دارد حریفان را در بسیار حالت ها از پای در می آورد، یعنی به تخت پوش می زند. اما این مراتبه که جست کوشش کرد ولی عملش تا به آخر به سامان رسانیده نشد، وگرنه حال امیرجان نسیم جان احتمال بود که تباه شود. با همان اجرای فنون پایزنی ولی دقیقه ها یا همان فرصت های باقی مانده بر سود امیرجان نسیم جان در حال انجام شدن هستند. از قسمت کمر سعید جلال بسیار خوب داشته است، باز هم با همان اصول پایزنی میگذرد. این روش قپیدنی سعید جلال بسیار خطرناک است، اما یک طرفه دفاع کردن، ببینید یک طرفه دفاع کردن تنبیه شد. تنبیه و از لحاظ داشتن آنه که او اجرای اصول کرد نسبت به آگاهی هایش او برتر هست. بار دیگر کوشش میکند اجرای فن، موفق می شود یا نه با همان سمت راست، ولی قوازمایی من می شود. فرصت هست تا انجام وقت اساسی. زیاده از یک دقیقه دیگر باقی مانده است. یک دقیقه که تقدیر غالب روشن خواهد شد و آیا سعید جلال سعیدوف توان اجرای اصول در همین فرصت باقی مانده را دارد و یا با دفاع های یک طرفه امیرجان نسیم جان و با یک تاکتیکای ویژه دقیقه های پایانی را به آخر میرساند بر نفع خود. سعید جلال ببینید چیزی نبود، اجرای اصول یک طرفه از هر دو جانب یک سمته بود. خودی امیرجان نسیم جان بود که از همان اجرای اصول های پایزنی استفاده کرد. بار دیگر هم
ба самти рост кӯшиш кард. воқеан чеҳраҳои наврӯста, падидаҳое ки дар саҳнаи рақобатҳо мебинем, бубинед чӣ бо қудрату матонати хос дар баробари чеҳраҳои саршинос дасту панҷа нарм мекунанд. акнун ин равиш хатар дошт барои Саид Ҷалол ва чизе набуд. сонияҳои поёнии вақти асосӣ ҳаст. як иҷрои усули дигар барои рақобати одилона ва мунсифона бисёр амри воқеӣ хоҳад буд. аммо доварон инҷо чӣ хулоса мекунанд? доварон чӣ қазоват мекунанд? оё варзишгаре ки бо доштани амал ё ҳамон иҷрои фануни партобӣ ки воқеан дар ҳама рақобатҳои ҷаҳонӣ афзалтар дорад, оё натиҷаи ӯ баро авлавият дода мешавад ва ё ҳарифи ӯ ки иҷрои фан надошт вале барои иҷро кардани усул ҷаҳду талош мекард. доварон чӣ қазоват мекунанд? сонияҳои поёнӣ ҳаст. рақобат идома меёбад. хушбахтона иҷозаи рақобат додани довар бар нафъи ҳарду варзишгар аст ва бубинем саҳнаи рақобатҳои дохилӣ аз дӯстони азиз ҳеҷ ҷои нигаронӣ набояд бошад барои паҳлавоне ки дар ин рақобат бозанда мешавад. ва як маротибаи дигар иҷрои усул аз сӯи амирҷони насимҷон. аз даври рақобат берун мешавад Саид Ҷалол. ҳамоно рақобат идома меёбад. сонияҳои поёнӣ як иҷрои фан чизе набуд. иҷрокунандаи усул амирҷони насимҷон буд. зидди ҳамла аз сӯи Саид Ҷалол. маротибаи дигар барои иҷрои фануни пойзанӣ. бубинед ба чӣ шакл истифода мекунад. насимҷон медонад вақт тамом. вақт ба анҷом мерасад. ҳамин тартиб билохира он варзишгаре ки қадамҳои нахустини хешро мегузошт ба варзишгари номошнои тоҷик ғолибият ба даст овард. амирҷони насимҷон ба марҳилаи баъдии рақобатҳо рохат мегирад ва ташвиқро бубинед чӣ гуна аз сӯи ташвиқгарон ё ҳамон мухлисон дастгирӣ мешавад. чӣ гуна истеъдодҳо аз сӯи мардум аз сӯи мухлисон дастгирӣ меёбанд. воқеан истеъдодҳо шоистаҳо ҳастанд ки муаррифгари варзиши кишвар дар саҳнаи рақобатҳои дохили ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ ҳастанд. бубинед аз саҳнаи наворҳои сусткардашуда ба чӣ шева насимҷон тавонист ки ҳарифро аз пой дароварад. ва дӯстони азиз шӯру шавқи мухлисон низ барои дастгирии варзишгарон дар ин муассисаи давлатии наврӯзгоҳи пойтахт танинандоз аст ва дар миёни сангинвазнҳо низ рақобатҳо идома доранд. паҳлавонон низ барои дастгирӣ ва ташвиқи ҳаводоронашон адои эҳтиром мегузоранд ки воқеан ин барои мухлисон як ҳузуру ҳаловат мебахшад. аз ҳама гӯем рукни муҳиме ки барои як паҳлавони асил ҳаст ин одобу ахлоқ ҳаст. риояи одобу ахлоқи накӯи инсонӣ барои ҳама паҳлавонон бисёр аввалин дараҷа ҳаст. ин лаҳзаи шӯру шавқи мухлисон ҳам барои дастгирӣ ва пойбарҷо мондани адолат дар рақобати насимҷон бо ҳарифаш аст ки дар миёни сангинвазнҳо рақобат доранд. дар вазни ба изофаи 90 килограмм фирдавс насимов дар баробари шорух амирхонов рақобат дорад. аз ҳамин лиҳоз дар хӯозмое ки мо шумо бояд тамошо кунем як лаҳза танаффус ҳаст. дидори телевизионӣ дар ҳақиқат ҳарто ҳисобида мешавад. як бадан ба паҳлавони
خورشید مجیدوف با لباسای سفید است. جهانگیر مجیدوف دوستان معذرت خواهی میکنم، خورشید مجیدوف در وزن سنگین وزن ها از دور رقابت ها حذف شد. با لباسای سبز خسرو علموف روی تصویر نزدیک بود. دوستان رقابت آغاز می شود. جهانگیر مجیدوف که در گشتن جودو میان نورسان در جام آسیا برنده زینه افتخاری شده بود، یعنی تجربه اشتراکش در صحنه رقابت‌های جهانی خیلی زیاد هست. امروز در برابر پهلوانان داخلی دست و پنجه نرم میکند و ببینیم جهد و تلاش یا کوششش با چی انجام می‌یابد. دیروز با اجرای همان اصول‌های پرتابی معمولی، اجرای فنون سراپا، دو حریف خود را مغلوب کرده بود. ظفر عالمشایف و همچنین اسرائیل رحیموف را از صد راه برداشته بود تا به این دور رقابت ها برسد. ولی خسرو علموف هم دیروز که در برابر جمالالدین سیدامینوف و همچنین سفر مرادوف غالبیت به دست آورده بود. اجرای اصولهای فن را بسیار به مورد کرده بود. از همین خاطر یعنی هیچ گونه حریف را در صحنه رقابت ها نباید نادیده گرفت. یعنی همه تمرین کردند، سخت مشقت کشیدند تا در این رقابت ها در برابر حریفان ارزنده پیروز شوند. در رقابت های دیروزه خورشید مجیدوف در همان لحظه های اول کارش برار نگرفته بود و در لحظه های پایانی اجرای فن یا اصول کرده بود. امروز هم دقیقه های اول شاید با آموزش طرف های سست و سخت حریف باشد. ولی دقیقه چهارم رقابت آغاز می شود. هنوز هم جهانگیر برای دریافت همان موقع موافق و مساعد برای پرتاب کردن امکان نمی یابد. رقابت های جذاب و دیدنی هم دوستان عزیز در گلم دیگر در میان سنگین وزن ها جریان دارد. ابوبکر یعقوبی در برابر شریف جان نظریف در گلم دیگر پیروز شد. آنهایی که شبکه تلویزیونی فوتبال را تماشا دارند مستقیما آن رقابت ها منظور آنها میگردد. رقابت های جالب امروز از جهت آنه که با ببر کردن لباس یگانه، ببینید اگرچه در پیروی با همان گشتین جهانی جودو مطرح شده باشند این لباس ها، ولی با داشتن همان تسمه های مخصوص رنگ سرخ و همچنین نشان پرچم سه رنگ در سر سینه و پشت آنها واقعا لباس گشتین ملی ما نیز خیلی جذاب و نظر ربا هست. جهانگیر از سمت راست گریبان حریف موقع پرتاب کردن را جویا می شود، اما حریف با دست دفاع می کند. دفاع یک ذیل و نگذاشتن حریف این باعث به آن می گردد که داوران در مورد کم فعال و دفاع به مورد او ابراز نظر کنند و همین ترتیب یک اجرای اصول می کند با همان روش معمول و دیدنی خود جهانگیر مجیدوف، ولی موفق نمی شود. حریف با یک حرکت دروغین از اجرای اصول فن حریف دفاع کرد و رقابت ادامه می یابد.
دقیقه آخری رقابت از دوستان عزیز. از این لحاظ هر یک حرکت و اینوبت گرفته می شود. اجرای اصول از سوی جهانگیر که با داشتن قامت بلندتر و پایهای درازتر می تواند از مسافه نسبتا دورتر اجرای اصول کند. اما حریف هم با کشیدن او به سمت خود محمد عطا عباس نژاد مربی ایرانی که در پرورش پهلوانان تاجیک در کلوب ورزشی کانیگورد ایفای وظیفه میکند، از کنار گلیم به توصیه شاگردان هم آواز بلند میکند. ببینید امروز و حلوکی معمولی با پای چپ پهلو به جهانگیر مجیدوف. همین ترتیب جهانگیر مجیدوف که گفتیم در لحظه های پایانی همان اجرای فنونی مورد نظرش را میکند، همین حرکات را انتظاری کشید و تا لحظه های پایانی برد. مراتبه دیگر ببینیم، چون ثانیه های پایانی وقتی اساسی هست. جهانگیر مجیدوف یک مراتبه دیگر اجرای فن میکند. اگر امکان باشد کارگردان ما همان لحظه آخر را یک بار دیگر منظور کند. بعد از همین چنگی که انداختند توقف وقت به انجام میرسد. نوارهای تدریجی البته فرصتشون فرا خواهد رسید و با هم خواهیم دید. بدون شک اگر بدن هم میشد، بدن میتوانست که به جهانگیر مجیدوف پیروزی به ارمغان بیارد. جهانگیر مجیدوف در این رقابت حساس نیز شاهد پیروزی چشید و به مرحله بعدی رقابت ها راه یافت. ببینیم اکنون صحنه های تکراری رقابت. همان فرصتی که برای جهانگیر مجیدوف برای سمت چپ با اجرای فنونی پای به داخل به این شکل و به این روش کنترل دست حریف را بسیار به مورد داشته بود که عامل های موفقیت در تناسب پیروزی اش همین بود. ببینید اگر همینجا دست حریف را خوب اداره کرده نمیتوانست، احتمال داشت که این بعداً بها گذاری میشد، ولی جهانگیر مجیدوف توانست اجرای فن را به مورد کند و غالب شد. دلشادزاده علیبک که داور مرکز بود، او عوض می شود از سوی خسرو شایف داور درجه جمهوریوی. رقابت نوبتی را داوری خواهد کرد. دوستان عزیز، ما رقابت کامرانشاه اوستا پیریان، ورزشگر ناماشنای تاجیک، آن ورزشگری که در صحنه رقابت‌های بین المللی تاجیکستان را در وزن تا 90 کیلوگرم هنرنمایی می‌کند. حق نظروف این نیز چهره آشنا و نامدار تاجیک در صحنه رقابت‌های داخل جمهوریوی. و ببینیم اکنون نکات و حرکات جالب این رقابت را به چه شکل و شیوه صورت میگیرد. هر دو ورزشگر نیز با آمادگی خوب به این رقابت ها را خط گرفتند، به این جا تشریف آوردند تا در حضور و حلاوت نوروزی تماشابینان از نزدیک و هزاران مخلص گوشتین ملی واقعا یک شکوه و عظمت دیگر زم کند. در رقابت‌های گذشته در مسابقات هم رده‌بندی ملی جمهوری در چند مرحله حق نظروف اشتراک کرده بود
غالبیت به دست آورده بود. ورزشگری که در گشتین‌های ملی فعالیت بیشتر دارد از آنکه کامرانشاه استوپریان در صحنه رقابت‌های جهانی در چندین مرحله‌های فصل‌های جودوی جهانی یا همون گران پری یا گرند اسلم ها اشتراک کرده بود، اما در چند مرحله کارش چندان باورور نبود. فقط در یک دور پیروز میشد، بعضا در همون یک دور هم مغلوب میشد در گران پری یا گرند اسلم ها. این هم بعد از توقف چند ماهه گرند اسلم ها بود، در حالی که از او امید دریافت راحت بازی های المپی هست. ولی حق نظر تا کجا میتواند در برابر گویم قدرت های جودوی تاجیک، جودو یعنی در بخش گوشتن جودو دست و پنجه نرم میکند، اجرای اصول میکند. ببینید به چی شکل با دو دست، اما اگرچه پایهای حریف به فضا برداشته شدند، یعنی اصول برداشتن هم روش کمری هم با دو زانو بالای زمین نشستن اجرا شده باشد، ولی همین که پایهای حریف بالا برداشته شدند شور و شوق مخلصان برانگیخت. بار دیگر نیز به همان سمت کامرانشاه راهی گریز از اصول حریف بار دیگر حق نظر هم نخستین شده اجرای فعل میکند و کامرانشاه به اصول حریف جواب میگرداند. و همین ترتیب رقابتی که اینجا بسیار مخلصان با توجه تماشا میکنند، با شوق تماشا میکنند این رقابت پهلوانان ناماشنای تاجیک را. اما اجرای اصول در زمین در گشتن ملی من هست. از همین لحاظ بعضی از افضلیت هایی که کامرانشاه در کار در زمین دارد این در جودو رایج است، در گشتن جودو در گشتن ملی من هست. از همین لحاظ برای حق نظرف این برتری خواهد بود، چون حریفش از اصول های کار در زمین کار استفاده نمی کند. رقابت ادامه می یابد. آسیا در رشته جودو را 2 مرتبه دارد و 3 مرتبه برنده گران پری در صحنه های رقابت های جهانی است. نوارهای تدریجی را دستن در کاران خلاصه میکنند که ببینیم یک لحظه اگر امکان باشد کارگردان ما همین نوارهای سوس کرده شده را منظور کند. محمدزیا سفروف همان لحظه آخر که عملکرد صورت گرفت روی نوارهای سوس کرده شده اگر ببینیم به این شکل صورت گرفت. کارگردان بخش نوارهای تدریجی یا سوس کرده شده محمدزیا سفروف نیز در عین زمان و با مورد نوار تدریجی را منظور کرد. چیزی نبود اونجا، اما بعداً با کامرانشاه استوپریان در لحظه های پایانی ببینید افتش یا همان لحظه های افتانیدن هر دو یک بودند، اما با کامرانشاه بعداً دادند و رقابت ادامه می‌یابد. بار دیگر اکنون اجرای اصول از سوی حق نظر میتواند یا نه این را از دستان او خواهند دانست. از کمر و زیدی حمله از سوی کامرانشاه پهلو و ببینید چگونه با غروری بلند کامرانشاه جواب گردانید. یک پهلو و یک بدن کامرانشاه دارد، اما اجرای اصول از سوی حق نظرف بود. شور و شوق مخلصان است طنین انداز است در مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت و شکوه و جلال نوروز بین المللی را این سنت اجدادی باز هم زیب و زینت دیگر می بخشد.
و تلف یافتن وقت بر ضرر حق نظر خواهد بود. کامرانشاه در برابر خود امروز حریفان سرسخت نیز خواهد داشت. جهانگیر مجیدوف هم در همین وزن رقابت ها هست، همچنین امیرجان نسیم جان و اینچنین همراز رجبوف، آن ورزشگرانی که در مرحله های قبلی هم پیروز شده بودند. ببینید آن ورزشگر که موفق به اجرای اصول می شود و خیلی خسته به نظر می رسد. حق نظر نظروف دست پرور مکتب ورزشی از شهر و نواحی تو به جمهور است. کامرانشاه میداند به چه شکل وقت کشی کند، یعنی سپری شدن وقت بر سود کامرانشاه است. اونه که امروز در اجرای اصول حریف ضد حمله کرد و با گرفتن امتیاز پهلو شرفیاب شد. وقت به انجام می رسد. به همین ترتیب کامرانشاه اوستاپیریان با یک بدن و یک پهلو راه مبارزه را ادامه خواهد داد، ولی در پیش رقابت های سخت‌تر خواهد داشت. وقت نشان خواهد داد چی صورت میگیرد. اما تا حال کامرانشاه یعنی با داشتن 3 پیروزی حضور خود را در رقابت های 4 یگانه مشخص کرد. ببینید اینجا بر ضد حمله امتیاز دوم خود را گرفت، همون امتیاز پهلو. ببینید تعادل از جانب حق نظر برهم یافت، یا همون موازنتی که برای اجرا کردن اصول داشت، همون موازنت برهم زده شد و به همین ترتیب کامرانشاه اوستاپیریان توانست که با اصول خود حریف یکم فشار بالای حریف بیارد و به همین ترتیب امتیاز پهلو را کار کند. اگرچه یک بدن داشت و با این روش توانست که یک امتیاز پهلو بگیرد و تا لحظه های پایانی که 1 دقیقه دیگر فرصت باقی مانده بود، با وقت کشی دقیقه های پایانی را سپری کرد و به مرحله بعدی رقابت ها راه خط گرفت. دوستان عزیز، شبکه تلویزیونی ورزش را ترک نکنید، رقابت های جذاب و دیدنی در پیش هست. زادگاه جهان پهلوان سید مومن رحیمов مکان برگزاری مسابقه با شکوه گشتین ملی معین شد. با افتخار جشن نوروز 22 مارت در دهه جاروبقل ناحیه تیمورملک مسابقه گشتین ملی برگزار می‌گردد. پهلوانان غالب میدان را شاه جایزه 3 автомашина انتظار است. مرحبا به تماشای تنتنه‌های نوروزی و هنری گشتینگیری. Yalnız bakam tez korabilir ki tıkmırak koruyor. Bu vakit sayısal. Soruyu mu?
جشن عید نوروز بین‌المللی مسابقه‌های ورزشی را در ناحیه جیهون برگزار کرده ایم. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه بخشیده به تجلیل عید بین المللی نوروز 24 مارس سال 2021 ساعت 14 در مؤسسه دولتی نوروزگاه مسابقه پایگاه اسب دوانی برای دریافت جام پایتخت 2021 را برگزار می‌نماید. از ورزش دلشادزاده داور درجه جمهوریوی از ناحیه جبار رسولوف ولایت سوخت حالا آماده است که پهلوانان را دعوت نماید. این عارف دادوف یک چهره خیلی محبوب و سرشناس گشتین ملی و گشتین سمبوی کشور. واقعا هم دادوف امروز توانست که مرحله های حساس را پشت سر کند و با رقیب خود علی جان سفرعلیوف که پهلوانی خیلی جوان است در گرند اسلم شهر تاشکند ابتدای ماه مارد شرکت ورزید، ناکام هم شد، اما به هر نوع اشتراکش این تقویت هنر فردای این پهلوان خواهد بود. توجه میکنیم اکنون به مبارزه به تلاش اولین سبقت نیمه نهایی پهلوانان در وزن تا 65 کیلو. علی جان سفرعلیوف قیمزاده ابو مسلم را مغلوب کرد. خورشید مرادزاده در مقابل عارف دادوف در سبقت 4-1 نهایی موفق نشد و با همین ترتیب هر دو پهلوان به مرحله نیمه نهایی وزن تا 65 کیلو راه یافتند. بسیار یک حرکت بسیار هم علی جان یک فرصت، یک حالت مناسب را خیلی پهلوان جوانی که امروز خوب استفاده کرد و از این واخوری نیمه نهایی بسیار واقعا هم عارف دادوف اشتباه کرد. گمان نداشت که چنین حالت به وقوع می‌پیوندد و ببینید که ورزش همین است. بسیار ما امیدوار بودیم از این پهلوانی خیلی امید بخش کشور عارف دادوف که به مرحله بعدی فینال میبراید، اما علی جان سفرعلیوف از این فرصت چگونه استفاده کرد حالا با هم خواهیم دید. بسیار هم حرکت ببینید که از کمربند، اما ببینید کاملا سمت حرکت را دیگر کرد. عارف دستانش آزاد بود، امکان نداشت که خود را دفاع کند. ببینید چه حالتی که به نیمه چپ حرکت کرد و یک بار که سمت را دیگر کرد و واقعا رقیب را هم در یک حالت ناگوار گذاشت. ببینید و بعدا زود عکسی عمل دوباره کرد که عارف دیگر موازنت را گم کرد، خود را اداره کردن نتوانست و با همین ترتیب علی جان خرسندیش واقعا حد و کنار ندارد. واقعا همین اگر چون توجه کنیم از همان دهه چشمه جوشان ناحیه مومن آباد که قبلگاهش بیشتر او را قبلا خود هم در همانجا تمرین میکرد و آیسته آیسته این پهلوان باز هم به شهر دوشنبه آمد و هنرش را صیقل داد و امروز اشتراکچی مرحله نهایی وزن تا 65 کیلو. این پهلوان سارمان لطیفوف نام دارد، واقعا هم در کلاب شهر یک موقع خاصه گشتین ملی و گشتین سامبو و سامبوی رزمی را هم دارد. سامبوی رزمی را نه تنها در تاجیکستان بلکه در مقیاس جهانی هم
وطن محبوب ما را معرفی کردند. داوری کنجی نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان باور خوجندیجا. داوری کنجی نماینده ولایت سوخت علیبک دلشادزاده. حالا توجه میکنیم اکنون به معرفی پهلوان. حالا ابتدا داور رحمان علی شریفوف از ناحیه رشت، داوری درجه جمهوریوی. ابوبکر باقیوف نماینده دسته خطلان یک، همان سلاله باقیوف ها که الکی ما میشناسیم، و لطیپوف این پهلوان کلوبشهر، چون گفتیم که 2 مرتبه در مسابقات قهرمانی جهان در رشته سامبوی رزمی برنده مدال برنجه شده است و هر دو در رقابت دوم نیمه نهایی قرار دارند. واقعا هم علی جان سفرعلیوف پیش دستی کرد، به فینال برآمد. غالب این جفت را در دور نهایی انتظار است. هر دو همین مرحله را خیلی به مشکلی پشت سر کردند. اگر ابتدا از سوربون لطیپوف، اگر این لحظه ما یادآور شویم، لطیپوف هم در دیدار اول ایدیبک سفرف را مغلوب کرد، بعدا سرور عبدالشکوروف را شکست داد، در دور سوم فردوس شاه رحمت الله را مغلوب نمود در واخوری 4-1 نهایی، و حالا در مرحله نیمه نهایی وزنی تا 65 کیلو قرار دارد. و با سلاله پهلوانی باقیوف ها اگر چی توجه کنیم، رستم باقیوف الان 2 فرزندش، هم علی باقیوف، ابوبکر باقیوف، هم در میدان امروزه مسابقه جام پایتخت هنرنمایی کردند و ابوبکر را ما در مرحله نیمه نهایی میبینیم و مبارزه پهلوانان الان آنقدر نتیجه بخش نیست. به هر نوع بسیار حراس دارند هر دو، یک مراتب چون کوشش به خرج دادند، اما روند مسابقات نشان میدهد که ترتیب مبارزه کاملا دیگر باشد. ساربان اکنون حالت های قبلی که در مقابل خودی فردوس شاه رحمت الله انجام داد و از این پیشتر هم در دور اول، الان این کار برایش نتیجه بخش انجام نمی‌یابد و ابوبکر هم اندک سمتی نیروسنجی خود را باید دیگر کند. بیشتر با قامت راست ابوبکر در 3 دوره دیگر گوشین میگرفت، الان هم اندک پیشرفت‌تر شد و در قیاس رقابت های هر دو پهلوان اونقدر تفاوت نیست، یعنی هر دو هم 2 مرتبگی الکی رجوع به حمله برای استفاده عمل کردن و وقت داور برحق است. یک حرکتی ساربان همون اصول سری کتف را میموند، اما بیشتر احتیاطکارانه اینجا هم باز توجه میکند پهلوانی دسته خطلان یک. و اصلا این ورزشگر زاده ناحیه رودکی است، همان سلاله پهلوانان باقیوف ها و الان موقتا در ناحیه جلالالدین بلخی تحت رهبری سفرعلی برات مشق ورزی میکند و از همین منطقه معرفی شد. و در اصل چون گفتیم این پهلوان هر دو ورزشگر آگاهانیده شدند، یعنی باید جدی تر عمل کنند، گوشتین خوبی خود را باز هم نشان دهند. یک کوشش باز هم ابوبکر. علی جان سفرعلیوف حالا انتظاری رقیبش است. جفتی دومی بخوری های نیمه نهایی وزنی تا 65 کیلو رو ما تماشا داریم. حرکت ساربان هم باز یک کوشش دیگر.
نیست. نقطه نهایی تا به خلاصه عمیقی که اینجا پهلوانان باید تا به آخر، تا به همون لحظه نهایی باید که تلاش رو هم رسانند، اما چنین نمی شود. ابوبکر با قامت بلند اندک فعالتر شد. سوربان هم رجوع کرد برای یک حرکت دیگره که باز هم حلوک داخله را خواست استفاده کند و باز هم این مراتب ابوبکر به اصول سری کتف توجه دارد اما نمیتواند. هر دو هم ارزندند براستی از جهت ملکه تمرین بیشتر. آگاهی دارند هر دو ورزشگر. رحمان علی شریپوف باز اشاره میکند که رقابت پهلوانان جریان میگیرد. دقیقه سیوم است که تلاش دارند هر دو ورزشگر. باز هم یک حلوک بیرون را اینجا هم چون توسطی همسری کتف و پیوسته در یک وقت دو عمل را اجرا کردن به سوربان میسر نشد. باز هم از دست راست می دارد و ترتیبی باز هم نیروسنجیش البته اندک دیگرگون شد. هر کاری که میکند موفق نمی شود. از این عمل ها مقابل این اصول ها البته باز هم ابوبکر باقیوف بیشتر فعال بودن خود را نشان می دهد و داوران هم براستی در این رفت نفری فعال رو هم نه تنها داوران بلکه ما هم مشاهده نمی کنیم. هر قدری که تلاش دارن الان به هر دو یگان نتیجه دلخواه نصیب نشده است و فضای جشنی است براستی که مخلصان و در حقیقت هم بیشتر امروز ابتدا از دیروز و اکنون ادامه نیروسنجی ها علاقه مؤسسه دولتی نوروزگاهی پایتخت مخلصان سیر شمار اکنون قریب 10,000 مخلص را هم شماره اشتراکچیان در بر میگیرد. فضا هم هوا هم بسیار مساعد است برای برگزاری این نیروسنجی ها. اکنون این اولین سبقت اضافه شروع میگردد. 3 دقیقه دیگر پهلوانان وقت دارند. این از روی آیین‌نامه نوی طرحریزی گردیده فدراسیون گشتین ملی گشتین گیری است. اگر امتیاز هم در رفت این واخوری ها به پهلوان نصیب گردد آنگاه 3 دقیقه سپری گردیدنش ضرورت ندارد. یک نوع با همون شباهت به همون وقت اضافه گوشین جدا دارد که امتیازی تیلدایی و در جدا البته نه تنها 3 دقیقه بلکه باز هم میتوانند پهلوانان تا به همون نقطه نهایی بیشتر حتی 5 7 و در بعضی موردها ما تا 10 دقیقه را هم دیدیم که در مسابقات گرند سلم و گرند پری رقابت های وقت اضافه صورت گرفتند. اما در گوشین ملی ما 3 دقیقه معین شده است و بعد این البته نتیجه گیری باز هم خودی اندیشه داوران. باز یک حرکتی دیگری ابوبکر باقیوف هم بهتر بود. دیگر بار سوربان رجوع میکند که نیمه چپ رو اختیار کند، یعنی بیشتر به سمت راست توجه کرد در 5 دقیقه وقتی سپری شده اما نتیجه بخش نبود. هر دو طرف گوشین میگیرن. یک باز هم جهتی فرق کننده هنر پهلوانان همین است که به سمت چپ و راست به هر دو طرف رقابت را یک مرام و برابر میتوانند که ادامه دهند. این بسیار نقش بزرگ دارد در گوشتین. اگر یک طرفه باشد این علت و باز هم فراگیری مشکلی های زیاد خواهد گردید. یک حرکتی دیگر واقعا هم سلاله پهلوانی باقیوف ها
اوج تازه پیدا کرد. در ادامه سبقت ابوبکر باقیوف فرزند رستم باقیوف علی دیروز هنرنمایی کرد، برادرش در وزن دیگر و امروز این پهلوان واقعا هم با سبقت وقت اضافه خاتمه گذاشت. باقیوف صاحب کامیابی ارزنده در وقت اضافه شد و به مرحله نهایی برآمد و تنتنه نوروز روز 25 مارت در ناحیه ورزاب با برگزاری مسابقه گشتین ملی دهه چهارباغ برگزار می شود و توجه پهلوانان البته برای شرکت برای دریافت انعام و مکافات ها در این منطقه زیبای تاجیکستان زیاد است و روز 27 در دهات دهنه در دهه میرپاق جماعت دهات دهنه شهر کولاب تنتنه با شکوه عید نوروز با برگزاری مسابقه گشتین ملی صورت میگیرد که ما البته پهلوانان شایسته و امیدبخش را در ادامه رقابت‌های پهلوانان در این منطقه زیبای تاجیکستان خواهیم دید و روز 28 در دهه چلچه ناحیه تیمور ملک باز چنین چارابینی 108 با شکوه جمهوریوی در نظر است. پهلوانان موفق را البته در این سه میدان یادآور میشیم که مکافات‌های عالی ایدانه نوروز بین المللی تحفه شایسته автомашین سبک‌رو انتظار است. خسرو شایب حالا پهلوانان را معرفی میکنند. این میرزا جمیل رمضانوف پهلوان دسته خطلان یک و ورزشگری که خلعت سبز دارد. توجه نه این نفر دیگر هستند که اشتباه شد. بله سعید نبی، بله سعید نبی کمالوف ورزشگری ولایت سوخت حالا در مرحله نیمه نهایی مسابقات جام پایتخت در وزن تا 75 کیلو قرار دارد. رمضانوف این مرحله را خیلی خوب پشت سر کرد. اگر ما هم توجه کنیم به دوری اول که سید جان حیدر را مغلوب کرد و بعدا چمپیون جهان محمد شریف نجمیدینوف را هم در واخوری دویمش رسولوف را هم پهلوان شهر حصار را در واخوری 4-1 نهایی میرزا جمیل رمضانوف دوچار شکست کرد و با واخوری نیمه نهایی برآمد. آگاهی سعید نبی کمالوف آگاهی میگیرد. سعید نبی حسن جان میرزا زاده را در دوره اول شکست داد. جهانگیر عوضوف هم در مرحله دوم حریفی سعید نبی بود که دوچار ناکامی گردید. خلیل زاده صبح‌الدین پهلوانی خیلی هم معروفی تاجیکستان را سعید نبی ورزشگری خلعت سبز پوشیده در واخوری 4-1 نهایی مغلوب کرد و همین طور با رقابت نیمه نهایی برآمد. هر دو این ورزشگر چمپیون های جهان را دوچار شکست کردند و با واخوری نیمه نهایی برآمدند. میرزا جمیل محمد شریف نجمیدینوف را و سعید نبی کمالوف صبح‌الدین خلیل زاده را صبح‌الدین را در مسابقات قهرمانی جهان میان نورسان این عنوان شایسته را شرفیاب گردیده بود. الان میبینیم یک حرکت دیگری سعید نبی اما بدن خیلی هم فرصت مناسب امکانیت خوب رو هم میرزا جمیل رمضانوف صرف نظر نکرد و امتیاز اولین رو به دست آورد. در وزن تا 75 کیلو الان میبینیم که رقابت ورزشگران در مرحله نیمه نهایی خیلی پرشور و شوق صورت میگیرد. سعید نبی حرکت میکند که در این خیلی هم میرزا جمیل رمضانوف در این روند از اشتباه سعید نبی خوب استفاده کرد و
پیروزی کامل را در مرحله نیمه نهایی به دست آورد. نصیبی نماینده پیرنی خطلان دسته یکم میرزا جمیل رمضانov. او آخری فینالی برآمد و سعید نبی کمالov با گرفتن مقام سیوم مشرف گردید. پهلوانانی که در واخوری نیمه نهایی ناکام میشوند مستقیما به دریافت مدال برنجی این مسابقات شرفیاب میگردند و از جانب حکومت شهر دوشنبه با تحفه های پولی هم قدردانی میشوند و خیلی هم این چهره خیلی چهره اصیل ورزشگری آینده دار است. با میرزا جمیل رقابت کردن کاری سهل و عادی نیست و خیلی هم تلاش و توجه و بسیار هم صمیمیت را ما در نیروسنجی هر دو پهلوان براستی دیدیم. حالا بعد چند لحظه امان الله عظیموف با سعید شاه رحمت الله به میدان میبرایند. این همان حالت گشتین کمربندی رو هم میماند، گویم اشتباه نیست و با همین ترتیب در رقابت نیمه نهایی رمضانوف کامیاب شد و با یک حرکت پشتناکی دیگر طبع مخلصان را شاد کرده توانست. امان الله عظیموف از دسته خطلان یک، سعید شاه رحمت الله از دسته خطلان دو خلعت سبز دارد. این واخوری هم فکر میکنم خیلی جالب صورت خواهد گرفت. تا جای ما میدانیم امان الله عظیموف در شهر مسکو تحت راهبری رسول باقیوف هم چند سال تمرین کرده بود در تنتنه های نوروز کلاب شهر ناحیه تیمور ملک و منطقه جنوب کشور. 2 سال قبل هم در مرحله های نهایی خیلی قرار داشت و اکنون ببینید خیلی هم اشتباه، خیلی هم اشتباهی سعید شاه، بسیار هم حالت نگران کننده. خاص کاری را سامان دهد اما امان الله بسیار هم پیش دستی کرد. امان الله پیش دستی کرد. سعید شاه رحمت الله فکرون بعد این اشتباهش افسوس میخورد. چی باید کرد؟ خود احساس کرد که خطا کرد. اون نقطه که مد نظر گذاشت اینجا واقعا هم ببینید چی حالت یک لحظه پرتاف میخواست یا کناری چپ انجام دهد که چاکن زیر چا شده. انا همین ترتیب امان الله زود گردش کوتاه را در فرصت خیلی کوتاه انجام داد و به آسانی غلبه را به دست آورد و اکنون در مرحله نهایی این پهلوان با میرزا جمیل رمضانوف قوه آزمایی خواهد کرد. بسیار هم میدانداری جالب، هنرنمایی خوب. جابرزاده پرویز داور درجه جمهوریوی از ناحیه تاجیک‌آباد انتظاری به میدان برآمدن پهلوانان را دارند. بیش از 10,000 نفر مخلص در تنتنه نوروز شهر دوشنبه در مسابقه جام پایتخت شرکت دارند و باز بار آبی پیریخی تراوت بخش، شربت لیمو و جوهر چای. دهه باز چلچه ناحیه تیمور ملک باز هم ادامه خواهند یافت مسابقه های با نفوذ و باز ما معرفی را برمیگردانیم اینجا به پهلوانانی که در واخوری نیمه نهایی قرار دارند. همراز رجبوف با امیرجان نسیم در واخوری نیمه نهایی قرار دارند
و یادآور میشویم که البته ما در دوره‌های بعدی در مرحله‌های دیگر با چهره‌های اصیل ورزشکاران شناخته را به شما معرفی می‌سازیم. همان صدرنشینان جدول بهترین های کشتی ملی الان به میدان می آیند و اکنون از یک مرحله به مرحله دیگر واقعا هم افراد شایسته حق مبارزه را دارند و خلاص. همراز رجبوف در آخر 4-1 نهایی کرامت الله حکیموف را مغلوب کرد و واقعا همین یک صحیفه، یک رویداد فرابخش ورزشی هم که امیرجان نسیم جان سعید جلال سعید را دچار شکست کرد. یک تن چهره سرشناس مملکت که 13 کرات چمپیون جمهوری تاجیکستان در رشته گشتین ملی جودو و سامبو بود، سعید جلال از ادامه راه این مبارزه ها محروم شد. واقعا هم امروز یک شفافیت، کاری عادلانه داوران و فضای ایدانه خیلی خوب به نظر می رسد. الان امیرجان نسیم جان بسیار هم با توجهی مخلصان واقعا میرسونیم که این ورزشگر کلاب شهر طی 2 سال در فدراسیون روسیه در شهر ایرکوتسک تمرین بیشتر داشت و همین نتیجه بود که امروز واقعا هم به دلهای مخلصان سرشمار فرح و نشاط آورد. در مقاومت استاد ورزشی درجه بین المللی سعید جلال سعیدوف غلبه به دست آوردنش این گفته ها را بار دیگر ثابت میکند. اما اینجا هم همراز این فرد تصادفی نیست. برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان در رشته سامبو است. 2 کرات چمپیون آسیا در گشتین سامبو و جایزه های بیشتر و زیادتر هم دارد و چمپیون جهان در گشتین کورش محسوب می‌یابد. نیروسنجی اولین پهلوانان وزنی تا 90 کیلو را دوستان عزیز ما منظور شما نموده ایستادیم. یک حرکتی پهلوان ناحیه جبار رسولوف، اما امیرجان نسیم جان خیلی هم دلپرانه عمل میکند. وقتی در مقابل سعید جلال یک مهارت بهتر نشان داد، فکر میکنم در مبارزه همراز اندک باز هم افضلی هنرش به نظر خواهد رسید. بسیار هم در حالت خوب بود. داور درست کرد که اینجا جابرزاده پرویز به همراز آگاهی داد. در چنین فرصت اگر همراز به زمین نمی نشست وضعش براسی هم بسیار ناگوار می شد. یادآور می شویم که دوستان عزیز باز هم تنتنه های نوروز ما با مرام جریان دارد. البته باز هم اشتراک بیشتری مخلصان پهلوانان شهرتیار فکر میکنم در دهه چلچه ناحیه تیمور ملک روز 28 مارس این مسابقه کشاد جمهوری برگزار میگردد. با شهامت تنتنه نوروز ساکنان ناحیه تیمور ملک زیبایی دیگر زم میکند. 2 جایزه پهلوانان را انتظار است و باز هم در دیگر منطقه های کشور چنین چاره‌بینی های صدحشان با شکوهی جمهوری بخشیده به نوروز بین المللی در نظر است. همراز و امیرجان نسیم جان حالا هم تلاش دارند. امیرجان هر دو هم در یک حالتن کمربند یکدیگر، اما امیرجان اینجا از بالا داشت و خیلی هم فرصت بهتر بود. نتیجه بخش نیست سبقت هر دو پهلوان. همراز رجبوف یک آگاهی دارد. امیرجان نسیم جان امروز یک چهره که بر راستی در گشتین امروزه جام پایتخت کشف شد مثلا همین چهره از کلاب شهر امیرجان نسیم جان است. و یک تن از پهلوان دیگری که قبلا ما در وزن تا 75 کیلو دیدیم، این ورزشگر هم خیلی یک مهارت خوب نشان داد و با فینال برآمد. این
امان‌الله عظیموف است که خیلی هم باری اول میبینیم این چهره رو که در مقاومت چهره های شناخته حتی جایزه داران مسابقات قهرمانی جهان هم دست بالا شد. یک حرکت دیگری پهلوانی، اما بعد از این حالتی که چون گفت و واقعا هم داور اشاره میکند که این پرتافت حلال است، همراز رجبوف امیرجان نسیم جان را بسیار هم فریب داده توانست و همراز در این جریان موفق شد و به فینال برآمد. پرتاب چگونه صورت گرفت حالا توجه میکنیم. بسیار خوب هنرنمایی کرد و به اشتباه چگونه راه داد. دستانش آزاد بودند. ای حرکتی که در این لحظه ها بود بیاد گردش یک دور، انا همین فرصت دست آزادتر بود و دفاع نکرد. گمان داشت که الکی نیروسنجی اینجا هم یک لحظه چود توقف یگان چی نبود و چرا امیرجان به چنین اشتباهی بزرگ راه میدهد؟ دستانش آزاد بودند و نتوانست که خود را دفاع کنه. شاه جایزه مکافات هایی که 4 غالب 4 وزن مسابقات امروزه را انتظار است. جهانگیر مجیدوف استاد ورزش درجه بین المللی، پهلوان خیلی هم ماهر با استعداد، عنوان‌های شایسته است. کامران شاهی استاپیریان 2 کرات چمپیون آسیا در رشته جودو. این رقابت هم خیلی پرشور و شوق صورت خواهد گرفت. واخوری دویومی نیمه نهایی. امروز میبینیم که البته باز هم چهره های سرشناس در میدان مسابقه جام پایتخت خیلی زیادند. از یک مرحله به مرحله دیگر ورزشگران نامی و معروف مملکت موفقیت به دست میارند و به دورهای بعدی میبرایند. برای دریافتی البته چون گفتیم که شاه جایزه مکافات عالی که از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه تأسیس داده شده است، این هم بسیار قدرشناسی شایسته است برای پهلوانان و برای احیای فردای ورزش سنتی ما، گشتین ملی، گشتینگیری. دقیقه اول هر دو هم توجه دارند، اما جهانگیر مجیدوف در این روند اشاره میکند که در مرکز میدان قرار داشته باشیم بهتر است. کامران شاه از حساب تجربه، چون گفتیم که خیلی و خیلی زیاد است، 5 کرات چمپیون جهان و حتی 6 کرات یک مرتبه دیگر هم میان ستاره های سامبو و در زمان نورسی و جوانیش این جایزه ها عنوان های شایسته را به دست آورده است. 2 کرات چمپیون آسیا در گشتین جودو و باز هم برنده 2 دفعه مدال طلای مسابقه گرند سلام در جودو. بسیار هم یک حرکت خیلی و خیلی خوفناک را کامران شاه برطرف کرده توانست. برای مخلصان هم باری اول، ما هم باری اول میبینیم اینکه این دو چهره جهانگیر مجیدوف و کامران شاهی استاپیریان قوا آزمایی دارند.
اکنون اینجا شفاف و عادلانه رقابت ها صورت میگیرند. از مراسم قرعه کشی البته از آن لحظه هایی که ما ابتدا از دیروز مشاهده کردیم همه به طور شفاف عادلانه صورت میگیرند و اکنون غالب نفری که بیشتر زحمت کشیده است، تلاش های زیاد رو در بالای گلیم پشت سر نموده است، موفق میگردد و اکنون میدان از دلیر است. جهانگیر اندک جوانتر است. کامرانشاه 28 سال دارد. تجربهش از حساب مسابقه های سطحی با نفوذ البته زیادتر است. در میدان امروز برگشت کامرانشاه را یادآور میشویم که البته چون 3 سال سپری شد و در گوشین ملی باز هم این پهلوان دوباره به میدان آمد و امروز هنرنماییش هم خوب است. جهانگیر هم یکی از آن چهره های محبوب و شهرتیار گوشتین ملی و جودوی میهن است. حرکت کامرانشاه نتیجه بخش نیست اما کوششش اندکی بیشتر است. براستی در اجرای عمل ها کامرانشاه بیشتر خود را نشان داد. حالا وقتی نچندان بیشتری در اختیار دارند. جهانگیر باز از سر آستین رقیب هم داشته است. از بالا هم باز اگر خوبتر دارد. یکی از اصول های دوست داشته جهانگیر هم همین است. یکی به سمت چپ دیگر کناری راست با چپ و راست حرکت ها را ببینید که جهانگیر اندک رجوع میکند. کامرانشاه از این حالت اکنون رها یافت. جهانگیر این حرکتش البته خوب انجام نمی‌یابد چون که از دور سر کتف کردن آنقدر خوب این عمل انجام نمی‌یابد. برای این نزدیکتر موازنت فاصله را نزدیک نگاه داشتن فریدون استاپیروف، سونیا سنج و مربی پهلوانی خلعت سبز داشته کامرانشاهی استاپیریان است. و جهانگیر مجیدوفچین گفتیم که اندک اینجا قوه جسمانیش اندک فرق میکند لیکن خیلی هم رجوع دارد برای حرکت های پای در پای، برای عمل های باز هم بیشتر و زیادتر در مقابل رقیب سزاوارش کامرانشاه. همراز رجب حالا غالب این جفت را انتظار است. اگر امروز تنبیه به پهلوان اشاره کرد اما فکر میکنم که اندک آید به این مسئله باید خودی سرداور و داوران هم نظری جدی داشته باشند چون که کوشش هم از جانب این پهلوان خیلی زیادتر است و اونقدر تنبیهی که آنها اشاره میکنند در به نظر گرفتن نمی شود. سزاوار نیست فکر میکنم به این نقطه. بله داور این رو هم بیکار کرد. واقعا چنین هم باید باشد. گوشتین خوب گرفته ایستادند. عقب نشینی نمیکند، حمله دارد، رجوع میکند، بیشتر مبارزه را در این جریان میخواهد که پرزورتر کند. کامرانشاه اندک عقب نشین میکند. خیلی هم وضعیتی خوفناک بوده برای کامرانشاه و امکانیت خیلی خوب برای پهلوان خلعت سفید داشته. جهانگیر مجیدوف با کامرانشاه آگاهی دادند. اکنون ورزشگران در روند مسابقات باز هم پرشورتر صورت گرفتن این رقابت را نشان میدهند. یک حرکت سری کیف اما موفق نشد کامرانشاه. بسیار نیروسنجی جالب است. جفس نزدیکتر شوند آنگاه برای جهانگیر هم یا حرکت دیگر و خیلی هم خوبتر می شود اما بیشتر اداره کردن همون سری آستین خیلی هم مساعدت کننده است. اشاره کردن خود سونیا سنج یا مربی جهانگیر به سبب نیست در این روند
که اندک توجه کند به دستی چپ خیلی بهتر شد. تنبیه به پهلوان خلعت سبز داشته وضعیت مرکبتر میگردد. نیروسنجی پهلوانان اکنون رنگی دیگر میگیرد فکر میکنم. هر دو هم تلاش دارند برای دریافت، اما اینجا جهانگیر مجیدوف این حرکتش آنقدر خوب هم نبود. وقت سپری می شود. جهانگیر در این لحظه هم می تواند که باز همین نتیجه رو همین فرصت رو هم نگاه دارد، اما اندک حرکتی دیگر یک کوشش دیگر باز هم رجوع کامرانشاه برای حلوک داخل است اما موفق نمی شود. دوباره باز هم دیگر باره اما این مراتب هم کامیاب نشد. خیلی زحمت، خیلی مبارزه، واقعا هم جالب و لحظه های حساس و آگاهی به جهانگیر مجیدوف. حرکت دیگری پهلوانی خلعت سفید داشته ثمرآور نیست. وقت سپری می شود. ثانیه های البته با شمار ثانیه های با شمار که انجام شد. در اینجا کامرانشاه اوستاپیریان تنبیه داشت و اکنون در این روند جهانگیر ببینید که چه حرکتی را چون انجام داد و رقیب را به همان مشکلی دیگر باره آورد، به همان لحظه های خیلی و خیلی دیدنی. جهانگیر مجیدوف ببینید که مخلصان هم کفکوبی و قرصک های پرموج بر دوام میکنند. جهانگیر رقیب را باز هم پرشیده تر مبارزه بود که تنبیه گیرد و این تنبیه کامرانشاه را از ادامه مسابقات محروم ساخت. جهانگیر مجیدوف به فینال برآمد و مخلصان سرشمار همین لحظه نشاط این فرصت های مناسب را باز هم صمیمانه استقبال گرفتم. این ورزش از ببینید که چه لحظه و با پهلوانی که خیلی هم شهرت خاصه داشت توجه بیشتری مخلصان هم بر روند مسابقات پی در پی بود. جهانگیر مجیدوف چگونه این حرکت ها را انجام داد، چه حالتی که باز هم با وقوع پیوست و در این روند علاقمندان گشتین میلی لحظه های جالب را دیدن. اندکی فرصت بحث هم به میان آمد و ما با سمت دیگر توجه میکنیم. البته باز هم با رقابت آخرین نیمانی های جمع 90 کیلو وزن جمع 90 کیلو حالا پهلوانان موفقی که تا این مدت کامیاب شدن به مرحله نیمانی هایی برآمدن اندر میدان می شوند. تعداد مخلصان چون گفتیم از ابتدا که بیش از 10,000 نفر را تشکیل می کند. مؤسسه دولتی نوروزگاهی پایتخت قبای ادانه به بر دارد و با توجه دوستان عزیز می رسانیم که البته باز هم جالبترین سبقت ها، بهترین نیروسنجی های تاریخی را امروز ما خواهیم دید. شبکه ما را ترک نکنید. دو آخری نیمانی های دیگر باقی مانده است. تیمور رحیموف با شاهرخ امیرخانوف حالا به میدان می برآیند. استاد ورزش درجه بین المللی و برنده مدال نقره چمپیونات آسیا و جایزه دار مسابقات گراند پری مراکش در گشتین جودو تیمور رحیموف. شاهرخ امیرخانوف پهلوان کلاب شهر در واخوری 4-1 نهایی فردوس نسیموف را مغلوب کرد و به این مرحله برآمد و تیمور رحیموف هم خیلی در مقابل خورشید مجیدوف مبارزه سزاوار برد. در میان ستاره های سمبوی سیاره مقام پنجم این بزرگترین دستاورد جودوی تاجیک تا کنون محسوب می‌یابد که تیمور رحیموف این نتیجه را به دست آورده است.
حرکت هر دو پهلوان هم پرشدت‌تر صورت میگیرد. باز هم شاهرخ امیرخانov ببینید رجوع میکند بر روندی مسابقات، جالبیت دیگر را ضم کند. ببینید که خیلی و خیلی هم لحظه حساس، حالت‌های پرشدت. تیمور رحیموف با یاری تعجیلی تیبی نیاز دارد، اندکی بینیش خونشور شد. توجه میکنیم، البته از کارگردان خواهش میکنیم که همین لحظه را، همین حمله آخرینه که شاهرخ انجام داد منظوری ما کنند که بسیار هم مبارزه پرشدت بود و چگونه این حالت به وقوع پیوست. از نواری تکراری میتوانیم این لحظه را ببینیم. البته ما رو سلطان برزودیوف میشنوند. توجه میکنیم همین لحظه رو یک بار دیگر منظوری ما کنند. حمله آخرین کوششی زیادین سفرов را، بله، که این فرصت چگونه به وقوع پیوست. در مبارزه اگر اشتباه نبود، نه این حالت نه، بله، در مبارزه در جریان مبارزه این حالتی که چنین می نماید که دستی شاهرخ بر روی تیمور رحیموف افتیده باشد، اندکی به یاری تعجیلی تیبی نیازمند بود. یگان اشتباه ما ندیدیم، همه طبق قاعده، طبق نظامی درستی مسابقات الان جریان دارد. باور خوجندی جفت داوری درجه جمهوریوی از ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان، شاهرخ امیرخانov در مقابل فردوس نسیمov غلبه به دست آورد و این توجهی که ما دوباره به این سمت کردیم به خاطر همون لحظه که چگونه به عمل آمد. یگان اشتباه نیست، رقابت ادامه می‌یابد. واخوری اولی نیمه نهایی وزنی جمعی 90 کیلو. واقعا هم شاهرخ گوشین گرفته ایستاده است نسبت به دیگر رقابت هایی که شاهرخ انجام داد. امروز بسیار هم با جد و جهد، بسیار هم دلپرانه، با شوق، با ذوق تام حرکت دارد. اگر قبلا هم چنین گوشین میگرفت، حالا ما این چهره را در منبر افتخاری مسابقات بیرون از تاجیکستان میدیدیم. اما توقف اندک بیشتر هم بر رفت مبارزه شاهرخ امیرخانov 2 سال قبل تاثیر هم رسانیده بود. امیدواریم که امروز ما باز هم تنتنه نوروز را با سبقت های جالب خواهیم دید. آگاهی به شاهرخ امیرخانov داده شد. اشاره میکنه دست پیشی بر میبرد. این در گوشین ملی که قبول دارد، یگان جای اعتراض نیست. تیمور رحیموف پهلوان سفید پوش توجه میکند اکنون به عمل دیگر، چگونه در مقابل چمپیون جهان در مسابقات با نفوذ گرند اسلم موفق شد و در مبارزه با جایزه داری بازی های المپی. و واقعا هم تیمور مرحله به مرحله به همون مسابقات با نفوذترین سیاره بازی های المپی توکیو نزدیک می شود. مبارزه جریان می گیرد. شاهرخ امیرخانov این لحظه توجه کرد، دفاع هم نمود، اما خوجندی جو اشاره میکند که کمربند را البته درست‌تر کنید. این مربی تیمور رحیموف است در ناحیه رودکی، مشق ورزی که پهلوان میکند. البته بسیار هم برای ما نمونه عبرت است. ما از این چهره در المپیاد هم امیدواری های زیاد داریم. به همون مرحله واردشوی المپیاد خیلی نزدیک است. باز هم مسابقات دیگری گراند پری و گرند اسلم این چهره سرشناس جودوی کشور را انتظار است. و شاهرخ امروز گوشتینی خوب گرفت براستی نسبت به دیگر مسابقه هایی که شاهرخ رقابت انجام میداد. با زمی همه آن مشکلی که دارد، یعنی تمرینی پیوسته ندارد. امروز خیلی هم
ایستادگری کرد و جرأت و توان خود را نشان داده توانست. تیمور اندکی فعالتر شد. اگر چنین کوشش ها باز هم به نظر رسند شاید جریان رقابت رنگی دیگر گیرد. تیمور حالا باز هم رجوع میکند که از بالا داشتن را فراموش نکند. به حالی که بیرون تا جای ما میدونیم بیشتر و زیادتر اعتبار میدهد و پیشپای خیلی نتیجه بخش در مجموع با همان عملش هم در اکثر مسابقه ها موفق شده است. شاهرخ آگاهی دارد در صورت نتیجه بخش سامان نیافتن این واخوری الکی تیمور برتری این رقابت را میتواند که به دست آورد و اولین شده به فینال برآید در وزن جمعی 90 کیلو. وقت هم سپری می شود. شاهرخ دفاع می کند. تیمور رجوع می کند در این روند که اندک بهترش وقت سپری شود و با توانمندی و نیروی قوی تیمور رحیموف نگاه نکرده شاهرخ امروز خوب هنرنمایی کرد. براستی فضای ایدانه است، فضای جشنی است. ایدی با شکوه نوروز بین المللی در تمام مناطق کشور تنتنه دارد. باز هم مسابقات دیگر ما را در پیش است. در دهه چلچه ناحیه تیمور ملک روز 28 مارت تنتنه نوروز با مسابقات گوشتین ملی گوشتینگیری صورت میگیرد. دو جایزه پهلوانان را انتظار است. در ناحیه تنبیه به شاهرخ امیرخانوف در ناحیه عبدالرحمن جامی روز 27 مارت و در همین روز 27 مارت در دهات دهنه شهر کولوب مسابقه گوشتین ملی گوشتینگیری برگزار می شود که اینجا هم مکافات های عالی پهلوانان موفق را انتظار است. پنجه های شاهرخ امیرخانوف اندکی آسیب دیدن. دکتر به او کمک میکند. وقتی نیروسنجی ورزشگران اینجا هم نگاه داشته می شود. مربی تیمور رحیموف اشاره میکند در این روند که اندکی باز هم فعالتر باشد. دستاوردهای تیمور رحیموف چون گفتیم که شایانند، خیلی زیادند. امروز هم فضای رقابت‌های پهلوانان بود. بسیار اقلیمی مساعد برای ورزشگران کشور که هنرنمایی کنند. حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، فدراسیون گوشتین ملی گوشتینگیری واقعا هم امروز یک فضای ادانه را برای ما مهیا کردند. تعداد مخلصان هوادارانی که در این لحظه ها میبینیم خیلی و خیلی زیادند. این از آن شهادت میدهد که ورزش سنتی ما گوشتینگیری محبوبیت خاصه دارد در بین عامه و هوادارانش خیلی زیادند. بدون تبلیغ، بدون دعوت الکی این مخلصان اشدی گوشتین ملی میدانند که جریان رقابت ها کی در کجا چگونه صورت میگیرد و باز هم در کدام مناطق کشور مسابقه ها دایر میگردند. با همین ترتیب رقابتی که چون پایان یافت با همان تنبیه شاهرخ امیرخانوف تیمور رحیموف غلبه به دست آورد و به مرحله فینالی برآمد. من فکر میکنم که امروز شاهرخ امیرخانوف خیلی
сазоворона рақобат кард новобаста аз бохташ ва Теймур Раҳимов имрӯз ҳам дар муқобили ҳарифи қавӣ ва гаронвазнаш хуб истодагарӣ карду натиҷаи дилхоҳашро ба даст оварду майдонро тарк намуд. охирин қувваозмоии нима ниҳоии мусобиқаи ва Абубакри Акобир баргузор мешавад. ин чеҳра Муҳаммадбек Фарҳодов. аммо мо муаррифиро аз варзишгари хилати сафед дошта тибқи низомнома оғоз мекунем. Абубакри Акобир паҳлавони умедбахши шаҳри Душанбе мактаби қавии варзиши ноҳияи Балҷувонро бо муваффақона анҷом додааст ва такмили ҳунараш баъдан дар шаҳри Душанбе таҳти роҳбарии Шералӣ Бозоров идома ёфтааст. акнун Абубакр ҳоло руҷӯъ мекунад ки сари ёстини ҳарифро дорад. Муҳаммадбек Фарҳодов ҳам паҳлавони хуб аст. дар бошгоҳи Вастан ҳунарнамоӣ мекунад. Сайфиддин Юсуфовро дар вохӯри нима ниҳоӣ дучори шикаст намуд ва ба марҳилаи нима ниҳоӣ омад. ва Шариф Ҷон Назриев дар муқобили Абубакри Акобир дар вохӯри 4-1 ниҳоӣ истодагарӣ кардан натавонист ва бо афзалии бештар Абубакр ду паҳлӯ қабл аз анҷоми вақт Шарифҷон Назриевро мағлуб карду ба ин марҳила ҳаққи иштирокро пайдо намуд. баъди ин акнун вохӯриҳои ниҳоӣ дар 4 вазн баргузор мешаванд ва 4 шоҳҷоиза ғолибони марҳилаи ниҳоии вазнҳои 65, 75, 90 ва ҷамъи 90ро интизор аст. кӯшиши Муҳаммадбек ба самти рост аст. аз Абубакри Акобир баръакс ҳарду ҳам он қадар рақиби хуб ё ҳарифони нобобанд. вақт барои ҳарду паҳлавон муҳим аст, аммо довар маҷбур аст ки инҷо руҷӯъ ба ҳарду огоҳӣ диҳад. фикр мекунам ба ҳарду огоҳӣ дод ба хотири боз ҳам авҷ гирифтани идомаи вақти асосӣ. охирин рақобати ниманиҳоӣ ёдовар мешавем ки байни ҳарду паҳлавоне ки муаррифиашон кардем, инҳо ҳам сазоворанд. Абубакр акнун аз боло дорад, агар беҳтар аст бо як ҳаракати ғайри чашмдошти дигарро ҳам ӯ зуд анҷом медиҳад. ҳоло дар истифодаи ин усул муваффақ нашудааст, чунки Муҳаммадбек дасти росташро зуд як тарафа нигоҳ медорад, намегузорад рӯбарои рақибаш муқовимат кардан. бисёр ҳам ҳаракати беҳтар буд, наздик ба ҳамон имтиёзи аввал, наздик ба ҳамон бадан, хеле ҳам наздик. хилати варзишгар албатта шорти варзишгар иваз мешавад. мо бармегардем ба андаке ҳолатҳои мусоид ба фурсатҳое ки дар ихтиёр доштем. ин Муҳаммадбек Фарҳодов паҳлавоне ки дар ин ҷараён хеле хуб ҳунарнамоӣ кард. Шералӣ Бозоров устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, мураббии Абубакри Акобир. ба таваҷҷӯҳи мухлисон албатта бори дигар мерасонем ки дар деҳаи Мирапоқи ҷамоати деҳоти даҳанаи шаҳри Кӯлоб рӯзи 27
مرد مسابقه با شکوه گشتین ملی گشتینگیری برگزار می شود. 5 نفر پهلوان شهرتیار فدراسیون روسیه در این مسابقات هم شرکت می کند و 3 جایزه مکافات عالی غالبان را در تنتنه نوروز دهات دهنه انتظار است. چون این چاره‌بینی های ورزشی در مناطق کشور هم دایر کرده می شوند. تنتنه های با شکوه پگاه در ناحیه تیمور ملک، رشت و بعدا روزهای 25 در ورزاب، روز 27 در ناحیه عبدالرحمن جامی و دهه میرپاق جماعت دهات دهنه کلاب شهر و روز 28 در دهه چلچه ناحیه تیمور ملک. امیدواریم که مخلصان البته باز هم اطلاع ما رو دقیق پیدا میکنند. همه میتوانند که در این تنتنه های نوروزی دوامی بیش از 5 روز که صورت میگیرند شرکت ورزند و تا به میدان آمدن ابوبکر یکابر، چون گفتیم که غالب 4 وزن رو امروز شاه جایزه مکافات های عالی انتظار است. وزن های 65 75 90 و جمعی 90 کیلو. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت تقویت عنعنه‌های سنتی مخصوصاً احیای لباس‌های ملی گشتینگیری خدمت شایسته کردند. سهمی ارزنده و بی‌نظیر که این هم در تاریخ ورزش میهن باری اول است. باری اول این دستاورد یک زن یک مادر اینجا مخلصی آمده است. این هم خوب است. بسیار هم کارگردان این چهره را خوب پیگیری کردند و واقعا هم امروز هم خرد و کلان و بزرگ و پیران برنادیل هم در روند مسابقات خیلی فعالند. ساعت‌های طولانی است که در روند مسابقات میدان را ترک نمی‌کنند و مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت واقعا هم قبای ایدانه ببر کرده است. 2 دقیقه دیگر بیشتر در اختیار دارند. با همین نیروسنجی پهلوانان وزن جمعی 90 کیلو در مرحله نیمه نهایی خاتمه خواهد یافت. ابوبکر اکنون برگشت، از بالا داشتن را خیلی خوب سری وقت هم استفاده کرد. حرکت پهلوانی خلعت سفید داشته. باز هم برای همان اصول سری کتف است فکر میکنم، اما موازنت رو باید اینجا بیشتر مد اول گذارد و حرکت های سمت چپ و راست رو بیشتر دست نیست. دست رو داشتن، حرکت بدون داشتن دست یگان نتیجه به بار نمی آورد. محمد بک خود را رها کرده توانست از این حالت، از این فرصت خیلی مشکل تره که برایش ابوبکر اکابر به میان آورد. تیمور رحیموف انتظاری غالب همین جفت است. ابوبکر اندک افضلی دارد برای حرکت هایش بیشتر شدند. 2 مرتبه اکنون به اصول سری کتف رجوع کرد، موفق هم نشد، اما به هر نوع این باز یک کوشش دیگری که میبینیم از جانب پهلوان خلعت سبز پوش به عمل آمد و بعداً بها گذاری شد. فکر میکنم در اینجا بسیار هم فرصت دفاع کردن بود برای ابوبکر. توجه میکنیم به وقتی باقی مانده به امتیازی ارزنده که در این جریان باز هم ورزشگران البته کوشش میکنن که نایل گردند و چون حالتهای مشکل تر اکنون به میان اومد برای ابوبکر یکابر، چون که این لحظه بیشتر باید که نتیجه رو برابر کند. اما اینجا من فکر میکنم با پهلوان خلعت سبز پوش آگاهی داده شود. عقب آگاهی هست، اما ورزشگری خلعت سبز پوش بدن امتیاز دارد. ثانیه های بشمار تا به خاتمه. دیگر راه نیست. حرکتی دیگری که ما تماشا میکنیم از جانب پهلوانی خلعت سفید داشته، بسیار هم در فرصتی و اکنون وقت انجام یافته.
یک کوشش که اینجا سامان داد بسیار نگران کننده بود، بسیار حالتی غیر چشم داشته که به وقوع پیوست و محمد بک فرهادов از این مرحله نتیجه دلخواه را به دست آورد و به فینال برآمد. بسیار تأسف چی باید کرد؟ بسیار هم حمله ها، کوشش ها، تلاش های این پهلوان خیلی و خیلی زیاد بود، اما بخت جانب محمد بک خندید و این ورزشگر به فینال برآمد و با تیمور رحیموف میدان داری خواهد کرد. اکنون دوستان عزیز نبرد پهلوانان برای به دست آوردن شاه جایزه آغاز می شود. در اینجا پیراهن سفید به بر کرده است. این پهلوان علی جان سفرعلیف است. پهلوان شهر دوشنبه بر مقابل رقیبش بوقیف می براید. بوقیف ابوبکر پهلوانی که از سلاله بوقیف است. هر دو پهلوان دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی به نام جهان پهلوان سید مومن رحیموف هستند. خب نبرد پهلوانان اکنون آغاز می شود. اولین دیدار برای به دست آوردن شاه جایزه автомашина 4 شاه جایزه که برای 4 وزن مقرر شده است. حالا رقیبان خود را پیدا کردنی هستند. وزن 65 کیلو علی جان سفرعلیف پیراهن سفید به بر کرده است و بوقیف باشد با پیراهن سبز گوشتین میگیرد. اینجا ابوبکر بوقیف نبرد خود را آغاز میکند. خب اکنون علی جان سفرعلیف پیراهن سفید قد بلند دارد بر مقابل ابوبکر بوقیف هنرنمایی خود را آغاز کرده است. ببینیم چی می شود. خب ابوبکر نزدیک می رود، قد پستی و خطر هم دارد برای علی جان سفرعلیف. می تواند که این دو پهلوان یکی نشیند و دیگری با سمت دیگر هنرنمایی کند. خب دست و چنگال ابوبکر نزدیکتر علی جان پشت پای رقیب مانع گذاشتنی شد، اما دوباره مرکز خسرو شایفی اشاره میکند که هنوز نه غیر قناعت بخش این پرتوفت ابوبکر از سلاله بوقیف، سلاله که در اصل اماکیو رسول بوقیف در تاریخ ورزشی تاجیک صحیفه رنگین گوشتین جدا را باز کرده است. در دوران صاحب استقلالی کشور رسول بوقیف با خزینه ورزشی تاجیکستان اولین نشانی المپی آورد. ابوبکر علی جان را ببینید اکنون قد بلند دارد، نزدیک می رود. علی جان بسیار چست و چالاک است. این پهلوان است که در آغاز هم بسیار خوب درخشیده بود. ابوبکر می تواند که زمین نشیند و علی جان می تواند خود را کنار برد. اولین شاه جایزه میان پهلوانان 65 کیلو. حالا صاحب خود را پیدا نکرده است. اینجا ببینید دست و چنگال مبارزه قوی است. علی جان یک سمت دیگر، ابوبکر حرکت های بسیار هم قوی. علی جان نزدیکتر میبرد، پشت پای رقیب گذاشتن. این نوروزگاه ابوبکر بسیار هم کوشش خوب کرد. علی جان سفرعلیف قد بلندی و چندین مراتب رقیبان را پشت پای مانع گذاشتن به تخت پشت افکنده است. ابوبکر باشد پیروی از امک پدر و امکو امروز در گشتنی ملی تاجیکی میخواهد دوباره آن قلاهایی که هم امک هم پدر کسب کرده است، یعنی به این قلاه ها رسد.
ببینید نزدیک ابوبکر میرود. علی جان قضیه بلند دارد، دستی خود را رها کردنی است. چنگالی بسیار پرقوت میگیرد. اکنون فاصله دورتر می شود، باز نزدیکتر می رود و علی جان در اینجا بسیار دست و چنگال قوی رو می برد. علی جان خیلی جوان است، نه من کودکم، گرچه تو هستی جوان با گوشتی کمربند دارم میان. علی جان نوسته است، نه جوانیش. حالا ابوبکر رو هم در یک حالتی ناگوار آورد. اولین آگاهی برای ابوبکر. علی جان در اینجا بسیار هم از هر جانب برای پهلوانان مصلحت میدهند. فاصله نزدیکتر میرود ابوبکر و رقیب را میخواهد که از مرکز میدان بیرون کند و بعدا هجوم کند. دست و چنگال ابوبکر به مثل بابر با چنگال به گریبان رقیب چنگال میزند. قسمت مخلصان صدا بلند میکنند. گوشتی گیرید. خسرو شایف داور جوان گیرید. الان نزدیک دیگر ببینید. خیلی هم حالتهای خوب جذاب. در اینجا ابوبکر نزدیکتر می شود. یک حالت بسیار هم پر احساس میان این دو پهلوان بود. برای به دست آوردن جایزه از جانب حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، مخصوصا توجهی رئیس شهر دوشنبه به گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری برای هوسمند نمودن پهلوانان 4 جایزه، اولین مراتب در تاریخ گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری، چون ابوبکر رو دیگر پهلوانان رو برارد. یک پهلو یا بدن نشان میده. حالت تکرار رو میبینیم. حالت تکرار رو میبینیم. در اینجا چی بود؟ بعدن را تصدیق میکند سرداور. اکنون علی جان باشه شتابان به نزد ابوبکر میرود. دوباره حالتی که ابوبکر با کیف را با پیش میبرد. ابوبکر باقیف برای پیروی از آمک خود رسول باقیف، پدر خود رستم باقیف نزدیکتر می رود. ببینید حالتهای بسیار هم جذاب. دوباره ابوبکر سر کتف را پیش گرفته است. این پهلوان می خواهد که سر کتف نماید. یک بدن کاری او را به پیش برده ایستاده است. هر آن کس که به گشتی نبرد آورد سر میهن زیر گرد آورد. علی جان شتابان برای کمربند پیدا کردن ابوبکر شتابی بسیار دارد. ابوبکر باقی باشد 30 ثانیه دیگر را منتظر است تا اینکه در اینجا این پهلو اکنون مخلصان در یک حالت بسیار هم جذاب هستند. اگر امکان باشد حالا ما فرصت شاید کمتر باشد، بگذار لحظه اخیر رو ببینیم، بعد حالت تکرار رو بگذار حالت دوام دادن مسابقات رو ببینیم، بعدا حالت تکرار که در اینجا علی جان شتابان با سمت ابوبکر باقیف می رود. وقت کمی دیگر باقی مونده است. باز همون شکل پیشتر روش خوبه که ابوبکر باقیف دارد. خیلی بسیار جذاب. حالا ثانیه های انگوش شمار باقی مانده است. این انگوش ثانیه های باقی مانده است که برای ابوبکر شاید شادی و طرب برای همراهان او بیارد و شاه جایزه چند لحظه پس اولین شاه جایزه اتومبیل صاحبش را خواهد پیدا کرد. این هفتش پهلو هیچ امتیاز نیست، داور مرکز میگوید و مبارزه برای بردست آوردن شاه جایزه خیلی پرشدت با یک روش جذاب و جالب جریان میگیرد. ببینید مخلصان در پهلوی من هستند. یکی ابو دیگر علی جان میگوید کی در اینجا غالب میبراید، یا علی جان یا ابو، اما ابو نزدیک است با پیروزی. وقت به انجام رسید.
این پیروزی پاس داشتن نام رسول باقیف، پدر خود رستم باقیف، سلاله باقیف ها. این کفکوبی به خاطر این سلاله است که همه پهلوان است. شبال عقابان دو بازو کشاد، حریفان بزد ار زمین بر هوا. انا این است اولین شو جایزه در وزن 65 کیلو ابوبکر باقیف. آفرین با خاطر باقیف، سلاله باقیف. این جام یعنی جام پایتخت مسابقه جمهوری اوید به گشتنگیری حالت تکرار رو میبینه. ببینید باقیف خیلی خوب درخشیده است، سر کیف میکند، هر لحظه رقیب رو پهلو میافتاند و این پهلوهایی که زیبایی که بودن از جانب ابوبکر باقیف. آفرین. اکنون جفت دویم برای به دست آوردن دویمین جایزه جام پایتخت بخشیده به تجلیل جشن نوروز بین المللی. ببینید مخلصان، این فضای ایدانه، فضای جشنیه که امروز مخلصان با بار آورده است. خب اینجا پیراهن سفید به بر کرده است میرزا جمیل رمضانوف. خطلان یک بر مقابل رقیبش. حالا به خاطر رمضانوف کفکوبی میکنند. پیراهن سفید به بر کرده است. امان الله عظیموف بر مقابل رقیب خویش پهلوان خطلانی است. امان الله پیراهن سبز به بر کرده است. میرزا جمیل رمضانوف جایزه دار و قهرمانی آسیا در نمود گشتین سامبو پیراهن سفید به بر کرده است. رؤوف حکمتوف برای مشق ورزی داده است. رقیبی او باشد از خطلان است. امان الله عظیموف مبارزه برای به دست آوردن دومین جایزه این مسابقات جمهوری اوید به گشتنگیری برای دریافت جام پایتخت کشورمان. میرزا جمیل یک روش بسیار هم قلای کمر داشتن رو استفاده میبرد. ببینید میرزا جمیل بیشتر کوشش میکند که کمر رقیب رو دریافت کند. اگر کمر بود کمی بیشتر سر و سیمه شد، اگر همین کار زودتر به انجام رساند شاید اولین امتیاز برای رمضانوف جمیل که او را بیشتر با نام عزیز میشناسند پیراهن سفید به بر کرده است. فاصله نزدیکتر میشود. میرزا جمیل رمضانوف نزدیک میشود. دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی به نام جهان پهلوان سید مومن رحیموف. میرزا جمیل رمضانوف پیراهن سفید به بر کرده است. بر مقابل رقیب خطلانیش مبارزه دارد. فعالی میرزا جمیل رمضانوف در حالت چسبیش. برای پاس داشتن نام سید مومن رحیموف امروز دانشجویان دانشکده تربیت جسمانی نیز مبارزه میبرند، به خاطر که در اینجا باید درگاهی باشد که پهلوانان اصیلی کشور تربیت یابند. با مثل بابر چنگال میرزا جمیل رمضانوف به سوی رقیب است. کمر پیدا کردنی است. میرزا جمیل رمضانوف رقیب را همچون چرخ زنان ببینید مخلصان را. با دوباره امان الله عظیموف از این حالت خطر دارد. پهلوان خطلانی پیراهن سبز به بر کرده است برای اطلاع دادن رقیب از منطقه اساسی بیرون برآوردن. جشن نوروز همین باد هوا گویا برای پهلوانان موافق آمده باشد، مخصوصا در قسمت فینالی بسیار یک هوای خوب مساعد و بسیار موافق آمده است که آنها گشتین گیرند. امان الله میرزا جمیل رمضانوف نفسی تازه میبرد برای به دست آوردن جایزه این جفت
дар вазни 75 кило мубориза дорад. бубинед ана акнун камар қувваи Амонулло басандагӣ накард то рақибро самти дигар ҳаво диҳад. аксул амал бар муқобили ҳаракат ё равиши рақиб усулеро анҷом додан аст. мухлисон ором ҳастанд, мунтазири лаҳзаҳои ҷолиб ҳастанд. Амонулло саросимавор алоки лаб мегӯянд. усули лаби пой натиҷа намедиҳад. аммо рамазонов бошад барои камар пайдо кардани қапидани камарбанди рақиб кӯшиш дорад ё ба қавли дигар ҳамун мактаби камарбандиро мехоҳад нишон диҳад. наздик меравад. ҳоло бубинед акнун мубориза дубора шаҳдуш шурӯъ шавқаш баланд мешавад. Амонулло наздиктар рафтани аст. Мирзо Ҷамил самти дигар гаштани аст ва барои пайдо кардани камар ва худ анқариб ки зери замин. Дар инҷо анқариб ки зери чанголи рақиб қарор гирад. Мирзо Ҷамил Рамазонов усули худро анқариб куд зери чанголи рақиб қарор гирифтанаш. қарори доварон ҳоло акнун Хусрав Шоев ду довари канориро назди худ даъват мекунад. қарори худро мебароранд. Toyota Corolla тамғаи автомашине ки дар инҷо барои онҳо барои он мубориза мебаранд дар вазни 75 кило. вақтиро бояд ба назар гиранд. Амонулло Азимов огоҳӣ барои Мирзо Ҷамил Рамазонов. азиз кор кунед. камар пайдо кардани ин паҳлавони сафед пӯшида Амонуллоро ба тахта пӯш меорад. ҳалол офарин. ана акнун ин аст камар бастану камар гӯштин гирифтан. вазни 75 кило Мирзо Ҷамил Рамазонов рақибро бо ҳамун шакли камар доштан ба тахта пӯшт рафтун. ин гӯштин аст. Амонулло Азимов ҳам натавонист бар муқобил. аллакай медонист ки ин равишест ки худ ҳолати такрорро ман мехостам нишон диҳанд дар инҷо то соҳиби шоҳ-ҷаизаро ба хотири Мирзо Ҷамил Рамазонов кафкӯбӣ мекунанд. бисёр партофти хуб буд. бисёр хуб буд. ҳарчанд шояд сурат пастар буд аммо бисёр ҷазоб ва ҷолиб буд. офарин. акнун дуюмин автомашин соҳиби худро пайдо кард дар вазни 75 кило Мирзо Ҷамил Рамазонов бо ҳамин усул анамин партофте ки боз ҳам як шакли зебоӣ мекунад. бубинед ҳолати такрорро чӣ гуна аст. анамин аксуламал бисёр хуб ва қулай буд. ҳамин тариқ нишони кило ё соҳиби анамун шоҳ-ҷоиза автомашини дуюмро соҳибашро пайдо кард. бисёр ҷазоб ва ҷолиб буд. бисёр ҷазоб буд. офарин. ана камар қабидани Мирзо Ҷамил беҳуда нест. ҳоло дӯстони азиз ду вазни дигар боқӣ мондааст. дар ду вазни дигар мубориза барои ба даст овардани ду мошини дигар. шояд ин лаҳза барои ду вазн шоҳ-ҷоиза диҳанд ва баъдан мубориза идома ёбад. мухлисон аз вилояти Суғд аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷамъ омаданд. бубинед чӣ гуна шукӯҳ шаҳомати мухлисон дар наврӯзгоҳи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон барои тамошо кардани набарди паҳлавонон дӯстони азиз дар арафаи ҷашни наврӯз ҳамчунин гӯштинҳо дар дигар минтақаҳо идома дорад. махсусан дар шаҳри Кӯлоб таърихи
8 март дар ҷамоати даҳанаи шаҳри Кӯлоб мусобиқоти калони гӯштин таърихи 27 бошад. таърихи 27 дар ҷамоати даҳанаи шаҳри Кӯлоб, ҳамчунин дар Чилча дар ноҳияи Тимур-Малик санаи 28 мусобиқот аст ва ин мусобиқот ҳамаро даъват мекунем. ҳоло маросими ҷоизаспорӣ барои ду вазн, вазн 65 ва 75 кило. бибинед ҳолати такрории қисмати финалии вазни 65 кило, қисмати ниманиҳоӣ. ва Абубакр Боқиев сари китф рақибро ба як паҳлу афтонд ва аввалин шоҳҷоиза автомашинро соҳиб шуд. ин набарди Абубакр Боқиев бо Алиҷон Сафаралиев аст дар қисмати финалӣ. Вот и Навруз пришел. Вкусная самса. ҳарду паҳлавонони қавӣ ҳастанд, аммо ин навбат дар мақоми сеюм ҳастанд. бо нишони биринҷӣ ҳарду сарфароз мешаванд. дар вазни 65 кило мақоми дуюмро касб кард Алиҷон Сафаралиев. Алиҷон Сафаралиев бо нишони нуқра сарфароз мешавад. дар қисмати финалӣ аз дасти Абубакр Боқиев сулолаи Боқиевҳо шикаст хӯрд. Абубакр Боқиев бо нишони тилло خواهش میکنم که استیلوکسیون مرحله نهایی را معرفی نماید. همین طریق амрӯз Раҷабов паҳлавонест ки дар гӯштини самбо, дар гӯштини камарбандӣ, дар гӯштини қазоқӣ ҳунарнамоӣ кардааст ва ҳоло дар қисмати финалӣ бо яке аз паҳлавонони номдори кишвар Ҷаҳонгир Маҷидов мубориза мебарад. Ато Аббос дар паҳлӯи Ҷаҳонгир Маҷидов ба майдон мебарояд. Фаридуншоҳ Ҳустопиров дар паҳлӯи Ҳамроз Раҷабов. Мухлисон мунтазир ҳастанд ки дар вазни 90 кило
барандаи медали тилло ё ба қавли дигар ҳамчунин аз ҳама муҳим соҳиби шоҳҷоиза автомашина мегардад ё ҳамроз ё ҷаҳонгир. пиравани сафед ба бар кардааст ҷаҳонгир маҷидов. ҷаҳонгир маҷидов бо як таги сабз. ҳоло ҳарду оғӯши бародарона, чунки ҳазорон нафар ҳамчунин миллионҳо нафар тариқи телевизиони шабакаи варзиш набарди ин паҳлавонро тамошо доранд. одоб ахлоқ дар ҷои аввал меистад барои паҳлавон. одоб эҳтиром нисбати рақиб. ҷаҳонгир ин шояд кӯтоҳтарин лаҳзае бошад ки рекорди ин мусобиқот бошад. ҷаҳонгир маҷидов дар фурсати кӯтоҳтарин ба рақибро ба тахтапӯш афтонд ва соҳиби шоҳҷоиза шуд. сеюмин шоҳҷоиза соҳиби худро пайдо кард. офарин мухлисон. аҷаб партофте. анакнун ин аст чӯбони уқобон ду бозу кушоданд. мураббиён из дасти якдигар мегиранд. чӯболи уқобон ду бозу кушо бизан рақибон аз замин бар ҳаво. офарин ин паҳлавон рақибонро бисёр ҳам қавӣ заданд. бибинед ҳолати такрор. партофти ҷазоб ва ҷолибе буд ки кас аз диданаш ҳаловат мебурд. тамошо кунед, бибинед. анамин партофти ҷазоб ва ҷолиб аз ҷониби ҷаҳонгир маҷидов дар як фурсати кӯтоҳтарин ба ҳалол табдил ёфт. дигар ҷои баҳс нест. офарин. дар ҳолати такрор ҳам мебинед. ҷаҳонгир бибинед, инҳо дар гӯштини ҷудо учи матл дар гӯштини милли ҳалуки искандарӣ мегӯянд. офарин. асан. бибинед ҷаҳонгир маҷидов дар ин ҷо. акнун дӯстони азиз, ҳоло як маросими дигари ҷоизаспорӣ дар вазни 75 кило пешкаш мегардад ва баъдан як дидори дигар боқӣ мондааст ки дар вазни сангин ҷамъи 90 кило аз пешкаши мову шумо мегардад. мухлисони азиз, аҷаб партофти зебое буд ки донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ин ҷаҳонгир маҷидов. ана акнун ин қисмати финалӣ вазни 75 кило аст. ки камар меқапад бо азиз? ҳар касе ки камар меқапад ба тахта пушт меравад. мирзо ҷамил рамазонов ки ӯро ҳамчунин азиз ҳам ном мебаранд, бештар мардум миёни мухлисон бо азиз ном дорад, машҳур аст. рақибонро бо камарбанд доштанд ки дар ин ҷо коргардон барои мо лаҳзаҳои ҷаззоби рақобати мирзо ҷамил рамазоновро бо партофтҳои ҷолибу диданиаш пешкаш мекунад. аҳсан. و سعید شاه رحمت الله شرف یاب گردیدند. امان‌الله عظیموف و همچنین مرزا جمیل رمضانوف در مرحله نهایی شرکت تالار پهلوانان را دیدیم و این دو نفر هم برای گرفتن جایزه‌های ارزنده و منبر افتخاری می‌برند. амонулло азимов
میکنیم غالب و جایزه‌داران وزن 90 کیلوگرم را. همین طریق برای سپاریدن مکافات‌ها دعوت کرده می شود. قسمت فینالی این دو رقیب وزن 90 کیلو، دو رقیب قسمت نهایی. ببینید در اینجا کامرانشاه یوسلاپیریان با جهانگیر ماجدوف، برد جهانگیر ماجدوف بود و همچنین رقیبی او همراز رجبوف. اما این رکورد فرصت کوتاه‌ترین شاید 10 یا 15 ثانیه بود که جهانگیر ماجدوف در قسمت فینالی رقیب را به تخته پوشاند. شهر دوشنبه در اینجا ببینید دو سابقه دار گوشتین شایف بر مقابل دو استادی که حالا در دانشکده تربیت جسمانی به نام جهان پهلوان سید مومن رحیموف، هم شایف هم رقیبی و به حیث استاد کار و فعالیت میکنند. مخلصان جمع آمدن، سر تا پا نوروزگاه پرو از مخلص است. اکنون جایزه‌داران و غالب وزن 90 کیلو را این لحظه میبینیم که به پایه فخری نزدیک میشوند. با منبر افتخاری پهلوانان نامی میوند. جهانگیر ماجدوف صدرنشین این وزن است. کامرانشاه یوسلاپیریان در مقام سوم است. همراز رجبوف جایزه‌دار و غالب مسابقات سامبوی بین المللی در مقام دوم قرار گرفته است و نشان طلا را به گردن آویزان میکند. جهانگیر ماجدوف جایزه‌دار قهرمانی جهانی گشتن جدا میان نورسان، پهلوانی که در ردنبندی جهان رقم 1 بود در وزن تا 81 کیلو. اوه محمد بک فرهادوف دستپرور کلوب ورزشی وستن بر مقابل تیمور رحیموف جایزه‌دار گرند اسلم، جایزه‌دار
чемпионати ҷаҳони ҷавонон анамин паҳлавони пироҳани сафед пӯшидаи ноҳияи рӯдакӣ қади баланд дорад бар муқобили рақибаш фарҳодов маҳмадбек мубориза мебарад барои ба даст овардани ҷоизаи чаҳорум автомашинаи бузурге ки дар ин ҷо лаби майдон гузошта шудааст. таърих ҳанӯз ёд надошт ки 4 автомашини тамғаи хориҷӣ бо сифати баланд бо анамон дар назар дорам ки ба қавли дигар нав дар ҳамин наврӯзгоҳи пойтахт бори аввал аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе сармураббии тими мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон дар гӯштини ҷудо миллӣ хуршед убайдуллоев ҳоло сари тазим фуруд меорад. аввал тимур раҳимовро тариқи дасти рост нишон медиҳад. пироҳани сафед ба бар кардааст. қадбаланд ва маҳмадбек фарҳодов дастпарвари клуби варзишии вастан. қадаш пастар аст бародари фарҳодове ки ҷоизадори чемпионати осиёи ҷавонон маҳсуб мешавад. акнун мубориза барои ба даст овардани 4-умин шоҳҷоиза дасту панҷа бар заданд. тимур қади баланд дастони худро аввал дастони рақибро аз гиребони худ дур месозад, фосиларо наздик мекунад. фарҳод каме ҳарос дорад аз ҳалуки искандарӣ мегӯянд ки анамун бисёр равиши хатарнок барои паҳлавонони қадпастар аст. тимур раҳимов ҳоло шитоб намекунад. фарҳод шитоб дорад, маҳмадбек шитоб дорад, аммо тимур ором гӯштин мегирад. тимур ҳамон ором аст. маҳмадбек пироҳани сабз пӯшида, аслан сулолаи паҳлавони ноҳияи дарвоз мебошанд онҳо. тимур раҳимов дар грандслами ташкент охирон маротиба хуб дурахшуда буд барои ба даст овардани мақоми сеюмин медалин бо рақибони сарсахт мубориза бурд. ҳатто паҳлавони ҷопониро шикаст дода буд ки теди ринер, яъне қаҳрамони ҷаҳон, қаҳрамони олимпия, аз дасти ӯ паҳлавони ҷопонӣ шикаст хӯрда буд. тимур раҳимов паҳлавони ҷавон аст ва дурахшаш махсусан дар мусобиқоти охири гӯштини ҷудо дар грандсламҳо хуб аст. дасти чап тимур раҳимов, оҳо фаъоли тимур, паҳлавони қадбаланд, пироҳансафед ва аввалин бадан барои тимур. як фазо ҳам хуршед аст ва ҳам абр аст, ҳам борон аст. бубинед тоҷикистон дар арафаи ҷашни байналмилалии наврӯз махсусан дар қисмати финалӣ барои мо ду боду ҳаво аст, ҳам боду ҳавои баҳорӣ ва ҳам боду ҳавои замистон. агар баландӣ бинем барфу ҳам ҳастанд ва хуршед, нури хуршед барои паҳлавонон ва ҳамчунин абр ҳам аст. ин фазо фазои баҳории гӯштингирӣ аст. тимур маҳмадбек дуртор меравад. тимур наздик мешавад. гиребони рақибро бисёр қавӣ доштааст тимур раҳимов. гиребони самти рости рақибро барои пайдо кардани дасти чапи рақиб тимур раҳимов тариқи дасти рост талош дорад. борон қатра қатра, борони баҳорӣ болои сари мухлисон ва паҳлавонон мерезад. қисмате аз мухлисон як бадани тимур раҳимовро мунтазир ҳастанд. убайдуллоев ҳоло акнун ангуштбанди маҳмадбек фарҳодовро дур мепартояд. яке аз ангуштбандшоро онҳо ба хотири пурқувват ё нигоҳ эмин доштани ангуштон аз чанголи рақиб ҳастанд. қувва басандагӣ намекунад барои маҳмадбек фарҳодов.
гӯё боду ҳаво низ фармуда бошанд. Дар лаҳзаҳои охирон аллакай қатраҳои борони баҳорӣ ба рӯи замин мерезад. агар бисёр резад барои муқобилияти паҳлавонон монеам шуда метавонад, аммо ин вақт фикр мекунам намешавад, ба хотире ки рақоб огоҳи аввалро Хуршед Ҳувайдуллоев барои Маҳмадбек Фарҳодов нишон дод. Тимур Раҳимов ором аст. як қадам пеш меравад Маҳмадбек ва аввалин усулро анҷом додани аст, аммо Тимур бисёр пухта аст. ба қавли дигар аллакай таҷрибаи ғании гӯштинро медонад ва худро дифоъ ҳам мекунад. дубора Маҳмадбек Тимур Раҳимов. мухлисон аз ин самт садо баланд мекунанд. гӯштин гиред. ҳазорон нафар, шояд 25 000 нафар мухлис зиёдтар дар инҷо ҳузур дошта бошад барои тамошои ин гӯштин. ба ҷуз аз ҷои нишаст ҳамчунин дар роҳравҳо мухлисон ҳузур доранд. Тимур Раҳимов, Маҳмадбек Фарҳодов аз самти дасти чапи довари марказ. дасту чангол. гӯштини миллӣ низ яке аз шакли намудҳои бозиҳои миллии варзишӣ аст ки ҳоло фестивали бозиҳои варзишӣ низ дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад барои эҳё кардани намудҳои миллии тоҷикӣ аз қабили гӯштингирӣ, аз қабили чавгонбозӣ, хурусҷанг, чилик дангал, дигар намудҳои миллии варзишӣ ҳастанд. бозиҳо шомил ба бозиҳои миллии варзишӣ аст. огоҳӣ таърихи 27 дар ҷамоати даҳанаи шаҳри Кӯлоб мусобиқот мешавад. вақт ба анҷом мерасад. дар ин ҷо як бадани Тимур Раҳимовро барои гирифтани шоҳҷоиза вақт ба анҷом расидааст. ё камарбанд ислом мекунанд, давом медиҳанд. бале, нишони тиллоро ба гардан овезон мекунад ва ниҳоятан чаҳорумин шоҳҷоиза барои Тимур Раҳимов сарфароз мешавад. ин паҳлавони қадбаланди сангини вазн тавонист ки дар вазни ҷамъи 90 кило рақибонро шикаст дода ба гирифтани нишони тилло сарфароз шавад. 4 шоҳҷоиза акнун соҳибони худро пайдо кард. белохира ҳамин тариқ 65 70 90 ҷамъи 90 кило паҳлавонон мубориза бурданд. наврӯзгоҳи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе макони баргузории гӯштини миллӣ буд. дӯстони азиз, ҳоло барои супурдани ҷоизадорон ва ғолиби вазни ҷамъи 90 кило инҷо маросим баргузор мешавад. ин навори зебо аст. наврӯзгоҳи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистони шаҳри Душанбе. наврӯзгоҳи пойтахт пешкаши шумо мегардад. дар ин ҷо як фазои дона буд дар арафаи ҷашни наврӯзи бошукӯҳ. ҳолати такрори қисмати ки дар ин ҷо мубориза барои баромадани ҳам Тимур барои ҳам Маҳмадбек Фарҳодов буд.
ҳамин тариқ дӯстони азиз муҳаммадбек фарҳодов дар мақоми дуюм қарор гирифтааст. Абубакри Акобир бо наврӯзи байналмилалии 2021 дар шаҳри Душанбе